به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، اینک با صحبت نوبتی آنلاینیمون در خدمت یکایک شما هستیم و این صحبت امروزه ما در یک شرایط بسیار هم پرپیچ‌وتاب برگزار می شود. از یک طرف ماه شریف رمضان است، مردم تاجیک و مردم قرقیز همسایه کشور ما هم که مردم مسلمان هستند، شاید اکثریت روزدار هستند، ولی متاسفانه در همین شب و روزهای رمضانی به جای اینکه این دو ملت مسلمان همسایه در عبادت باشند و در نیایش و ریاضت و در پی کارهای روزمره خود باشند، در چنین روزها گرفتار جنگ و نیزا و کشمکش ها در مرز هستند که واقعا هم جای تأسف است. اما این را هم باید گفت که متاسفانه این نه با عیب ملت قرقیز است نه با عیب ملت تاجیک، این نتیجه یا مجموع اون عامل ها و سبب های است که طول این سالها شکل گرفت و نهایتا متاسفانه در این شب و روز با این کار انجام شد. اما صحبت ما امروز صحبت خیلی آشکار و بی پرده خواهد بود و من تلاش میکنم که از اون قالب های دیپلماتی و سیاسی که معمولا ما سیاستمداران و دیپلمات ها با آن صحبت میکنیم یک کمی دورتر بروم و یک صحبت آشکار و صمیمی هم با ملت خودمان، با مردم تاجیکستان و با خصوص با حکومت جمهوری تاجیکستان و این چنین چند جمله با زبان روسی به مردم و مقامات قرقیزستان هم خواهم گفت. پیش من میخواهم با یکایک مردم تاجیک با خصوص ساکنان اصفره و مردم مرزی تاجیکستان که در این چند روز اخیر و در روزهای قبلی هم در اون حادثه‌های قبلی هم پیوندان و نزدیکان خودشان را از دست دادن. متاسفانه ما در این روزهای اخیر هم چند شهید داشتیم. تسلیت و همدلی همدردی خود و تمام مردم مبارز مهاجر را بیان میکنم و از پروردگار منان برای شهیدان جنت الفردوس و برای شما مردم عزیز صبر جمیل را تمنا دارم. واقعا در چنین شب و روزهای پر از معنویات و در شب و روزهای عبادت از دست دادن نزدیکان کار ساده نیست و انشاءالله که آنها شهید هستند در مبارزه برای ننگ و ناموس، برای زمین، برای آزادی ما و شما، برای سربلندی ما و شما در این شب و روزهای پر از معنویات به شهادت رسیدند و انشاءالله که شهادتی اونها هم نزد پروردگار قبول هست و ما یکایک ما و شما اگرچه برایمان تلخ است، دردناک است، اما اون آرامش و تسکین دلمان این می شود که در این روزهای مبارک اونها در یک مبارزه بسیار هم سربلندانه اما نابرابر به شهادت رسیدند و من تسلیت خود را به یکایک شما بیان میکنم و شما تصور کنید، احساس کنید که این همه برادران مهاجر و مبارز در پهلوی شما هستند. من این را صمیمانه میگم به خاطر آنکه این را درک میکنم و این را حس میکنم. چند دقیقه پیش از آغاز این صحبت به من برادران از داخل تماس گرفتند، گفتند که فقط از دهه خواجه اعلی امروز 5 شهید را گراندند. دهه خواجه اعلی را من خوب میشناسم، رفته بودم اونجا نزد برادران. دهه سور، دهه چارکوه، واروخ، این دهه های هست که من نه یک بار و دو بار نه 10 مراتب رفتم با مراسم ها، مناسبت های گوناگون و حالا همه مردم را که طبیعتا نمیشناسم اما اون چهره مردم این منطقه و اون صمیمیت، اون جوانمردیشون از پیش نظرم دور نمی رود و واقعا این شب و روزها خیلی خجالت زده هستیم که نمی توانیم در این روزهای دشوار در پهلوی شما باشیم، ولی خودتان شاهد هستید که برادران شما، خواهران شما در خارج با هر امکانی که در دست دارند، با سخنشان، با قلمشان، با کانال یوتیوبیشان، با هر امکاناتی که در اختیارشان هست اینها را دریغ نداشته ایستادند، در خدمت شما هست. اما کار اساسی را شما دارید انجام میدید. مسئولیت تمام ملت تاجیک امروز بر دوش شما هست. ماها همه در سنگرها، در جبهه‌های عقیب هستیم، در جبهه اطلاعاتی، در
یکی در دعا هست، یکی کمک مالی میفرستد، یکی روح بلند میکند، یکی اخبار را سری وقت به شما میفرستد یا اخبار شما را به ملت میرساند. مقامات دولتی تاجیکستان هم تا قدری که امکان دارند، به خصوص ارتش، مقامات امنیتی، پلیس و همه کسانی که خود را سرباز این وطن و ملت میدانند امروز در پهلوی شما هستند. من درباره حکومت تاجیکستان حالا علاوه صحبت خواهم کرد. دیشب هم در صحبتم گفتم که در این شب و روزها ما دیگر حکومت تاجیکستان را برای دزدی‌هایش، برای فسادکاری‌هایش، برای آنکه چرا ملت و کشور را به این حالت خواری و ضلالت رساند، حالا در این شب و روزها صحبت نخواهیم کرد. اما درباره اون اشتباهات، درباره اون بی‌صلاحیت‌هایی که امروز در همین قضیه اسفره نشان داده ایستاده است، این حسابش جدا است. در این باره باید گفت، زیرا این گفتنها و این تحلیل‌ها و این انتقادها اگر جای انتقاد باشد و این تعریف‌ها اگر جای تعریف باشد، همش به خاطر آن است که ما در این شب و روز دشوار تلاش کنیم که از این وضعیت بیرون بیاییم. من در اینجا کلمه پیروز رو دیگر استفاده نمیبرم. نباید ما در اینجا تلاش کنیم که از بالای ملت قرغیز پیروز شویم. حالا من در صحبتم با قرغیزام خواهم گفت، قرغیزام هیچگاه از بالای ملت تاجیک پیروز نخواهند شد و این تلاش رو نکنند. نه برای 1 سانتیمتر زمین، نه برای 1 متر، نه برای یگان چراگاه، برای یگان آب. این اصلا امکان ندارد. نه ما باید با منطق پیروز شدن صحبت کنیم، نه همسایه‌های قرغیزی ما. اما اگر وقتی که ما تشبث را به دست 4 سیاستمدار پاپولیست و همزمان به صلاحیت دادیم، مثل که از طرف قرغیز ما مشاهده میکنیم، مثل که از طرف تاجیکستان مشاهده میکنیم، سیاستمدارهای قرغیز بیشتر پاپولیستی کرده ایستادن. اونها صلاحیتشون بیشتر است. دیده ایستادیم که خیلی حرفه‌ای کار میکنن، اما گرفتار این مریضی پاپولیسم شدن. طرف تاجیکستان برعکس، اینها اصلا سیاستمدار نیستند. اینها از منبر و میکروفون و از مردم و از روزنامه‌نگار میترسند. اینها بی‌صلاحیت هستند. از یک طرف بی‌صلاحیتی، از یک طرف دیگر پاپولیسم سیاست منطقه رو به این درجه رساند و دو ملت همسایه، دو ملتی که طول 1000 ساله ها، من نمیگم طول 100 ساله ها، طول 1000 ساله ها این دو ملت در پهلوی هم زندگی مصالحت آمیز داشتند، امروز در نتیجه این سیاست های غلط مجبور شدند برای دفاع از وطن، از منزلشان، از خانهشان و از آبروی ما و شما دست به نیزا بزنند. و بنابر همین برادران عزیز، هموطنان گرامی در چارکوه، در واروخ، در سوخ، در خواجه اعلا و در آچ قلچه، در قیستکوز، در هر کجایی که هستید، بدانید که شما در صف اول مبارزه برای ننگ و ناموس، برای سرزمین و برای وطن هستید و تمام این ملت و مردم در خدمت شما و در پهلوی شما هست و در این روزهای دشوار با دعا و با تمام امکانات کمک خود را خواهند رساند. و من یک پیام دیگر به سربازان و افسران تاجیک دارم و همون طوری که 2 روز 3 روز اخیر شما نشان دادید که می توانید در صورتی که در روزی که در ساعتی که سخن درباره امنیت ملت می رود، سخن درباره سرزمین و درباره وطن می رود، در پهلوی ملت خود باشید. این همکاری بسیار هم جانانه و وطن دوستانه شما با مردم تاجیک، وقتی که با مردم تکیه کردید، با ملت تکیه کردید، دیدید که مردم چگونه از شما دفاع کرد، چگونه نه اینکه در پشت شما ایستاد، حتی پیشتر از شما رفت عمل کرد. من در نوارها دیدم، در ثبت‌ها دیدم که در صف اول در بعضی جاها مردم ایستادند با سنگ و چوب و با کلوخ و سربازان ما در صف دیوم. اون سربازانی که واقعا وقتی که آدم نوارها را می‌بیند، بعضیش حتی همون ملتقش از خودش بزرگتر هست، بعضی دیگرش بالای بتر برآمده نمیتواند حتی. و این وضعیت ارتش تاجیکستان است. اما در همین شب و روز ملت، بخصوص این مردم جسور اسفره، در پهلوی سربازان، در پهلوی ارتش، در پهلوی افسران ملی ما قرار گرفتند. پس این بیانگر آن است که برای شما سربازان، افسران، برای شما نیروهای مسلح تاجیکستان، این ملت بیگانه نیست. این همون ملتی است که شما از داخل او بیرون آمدید و در این روزهای دشوار، در روزهای سنگین
نه تنها در پهلوی شما خواهد بود، از شما هم جسورتر و از شما هم قویتر عمل خواهد کرد و اگر لازم شود شما را هم حمایت میکند و الکی حمایت هم کردن. مطمئن باشید اگر مردم نباشد با اون سطحی پروفسیونالیسم، با اون آمادگی، با اون امکاناتی که بین در دو کشور و در دو ارتش هست، خیلی دشوار می بود برای شما که این وضعیت رو تحت کنترل بگیرید و اون پیشرویی که داشتید انجام بدید. واقعا من هم ملت تاجیک را و هم مردم اسفره را و هم ارتش را برای اون مبارزه جانانه و برای اون ایستادگری و پیشرویی که در میدان داشتید تبریک میگویم و اگر امکان می بود دست یکی هر کدام شما را شخصا خودم میفشردم. اما بازم تکرار میکنم که این پیروزی و این پیشروی تنها پیروزی ما هست، نه از بالای کسی، بلکه پیروزی از بالای جداگی، پیروزی از بالای خصومت، پیروزی از بالای دشمن تراشی که در بین ملت تاجیک در این سالهای اخیر خیلی متاسفانه ریشه دوانده بود. میلیشیای تاجیک، امنیتی تاجیک، سرباز تاجیک در چهره مردم اسفره، در چهره هموطن خودش اکستریمیست و تروریست را میدید. یک جوان ریشدار را می آوردید حبس میکردید و متاسفانه تا امروز هم بسیار از جوانان تاجیک در داخل زندان به خاطر همون ریش و به خاطر همون نماز و روزه و به خاطر عبادت ها و به خاطر اون نماد ظاهری اسلامیشان در زندان هستند. شما تنها شخصا خودتانه، رهبران کشور، مسئولان کشور از اون لباس اسلامی، از ریش، از تاقی اسلامی، از اون شال مجاهدین که در گردنها امروز سربازان تاجیک بسته ایستادند و در سنگر قرار گرفتند، بعضیشان نفرت داشتند و این را یک نشانه عقب ماندگی، جهالت و عرب پرستی و ترک پرستی و ایران پرستی می نامیدند. اما امروز وقتی که برای ملت لازم شد، من دیدم نوارها را سربازان تاجیک با آن همون شال مجاهدی به جبهه رفته ایستادند. من خیلی دلم میخواهد که این بازی نوبتی حکومتداران تاجیک نباشد، ولی اگر بازی هم باشد، چون متاسفانه برخی از آنها اهل بازی هستند، اهل قرطه بازی و به اصطلاح روسا شولر در سیاست شدند و خیلی از این بازی ها را ما دیدیم. ملت تاجیک، اون مبارزین، اون کسانی که امروز با ریش رفته در جبهه ایستادید و خوشا به حالتان و ما شما را تبریک میگویم، از وطن و از ملت دفاع کرده ایستادید. بعد از آن که این مرحله میگذرد و انشاءالله هم میگذرد، آرامش خواهد آمد، به هیچ کس اجازت ندهید که از شما استفاده کند. در روز دشواری، در روز جنگ، در روز مبارزه از نمود ظاهری شما، از ریش شما، از اون جسارت و بناموسی شما استفاده شود. چه کسانی که در حالا در اپوزیسی هستید، چه کسانی که در ارتش و در نیروهای مسلح خدمت میکنید، از شما نباید استفاده شود. بدانید که شما برای وطن، برای ملت خدمت کرده ایستادید و زحمت و خدمت خود را دهچند کنید. شما نه برای رحمانوف، نه برای حکومت، نه برای یتیموف، نه برای کبیری، برای هیچ کسی دیگر این مبارزه را نبرده ایستادید. برای وطن، برای خانه خودتان، برای زمین خودتان و برای ننگ و ناموس ملی. اما سیاستمدارها متاسفانه این بازی ها را دارند، این نامردی ها را دارند و امروز دیروز برای همین شال مجاهدی و برای همین نمود ظاهری زندانی میکردن. امروز که لازم هست باز میگن که این کار را انجام بده تا اینکه قرقیز بترسد. خب قرقیز از چی میترسد؟ قرقیز در داخل خودش همین لباس را آزاد اجازه داده است. قرقیز از جوانمردی این مردان تاجیک اگر بترسدن میترسد. اما یادتان نرود که مردم قرقیز هم جوانمردها دارد. مردم قرقیز هم مردم جسور هست، شجاع هست و اگرچه اهالیشان از ما کمتر است، یک نمیدونم شاید 5 یا 6 میلیون باشد در مقابل 9 میلیونی ما، اما چون مردم آزاد هستند، مردم بناموس هستند، نه تنها سرزمین خود را دفاع میکنند بلکه حکومت خود را اگر ببینند که دست به فساد زد یا دست به یگان کارشکنی کرد، میبینید که زود زود عوض میکنند. ما با این 9 میلیون تاجیک، ولی تاجیکی که حکومت با دست حکومت میانش شکسته شد، سرخم شد، مهاجر شد، امروز نمیتوانیم از سرزمین خودمون همون طوری که قرقیزها دفاع کرده ایستادن دفاع کنیم. البته وقتی که من میگم نمیتوانیم، این بیشتر به حکومت ربط دارد. اما ملت تاجیک، مردم جسور تاجیک اثبات کرد و نشان داد که میتواند از
خودش، از وطنش، از سرزمینش دفاع کند. انشاءالله بعد از این حالت ها که میگذرد و حتما میگذرد، من به این باور دارم مردم مطمئن باشند که همین جسارت و شجاعت را ادامه بدهند، میبینید که دیپلمات ها، سیاستمداران مجبور میشوند که پس میز گفت و شنید بنشینند و این مشکلات ما و شما را با راه گفت و شنید حل کنند. اما وقتی که این مشکلات میگذرد، باید مردمی که تازه این مزه جسارت و شجاعت و سربلندی و غیرت ملی را چشیده ایستادید، که از وطن دفاع کرده ایستادید، این را نباید اجازت بدهیم که سوء استفاده برند و بعداً باز ملت را بگرداند به همون حالت پیشینه، به همون حالت ترسویی، به همون حالتی که امروز میلیتسیا و امنیتی برادر یک مسچاهی است، برادر فرگی است، برادر ونجی و حصاری و وحدتی هست. فردا بعد که این مشکلات حل شد تبدیل شود باز با همون دوبینکه و با همون سلاحش علیه ملت خودش این را برای زندانی کند، فلارین را ریش را بتراشد، سیمی را مهاجرت کند، باز مردمی در هجرت بوده همه خائن، همه دشمن. این را نباید دیگر اجازه داد. من خواهشم، پیامم به ملت تاجیک این است که همین روند بیداری، روند از خود دور کردن ترس، بازگشت به اصالت و شجاعت ملی را ما باید مستحکم کنیم و به تمام جهان نشان بدهیم که ملت تاجیک می تواند از خودش دفاع کند. از آن جمله به حکومت خودمان هم نشان بدهیم که بس است اون روزی که تا امروز ملت را با شکنجه، با عذاب، با سلاح، با زندانی کردن، با کشتن به این حال رساندید و دیگر نمی توانید خودتان جسارت دفاع از وطن و ملت را ندارید. باز نیاز پیدا کردید به همین مردم، به همین کسان جوانمردانی که تا دیروزا اینها را خائن میگفتید، اینها را عقب مانده میگفتید، تحقیر میکردید، مسخره میکردید. امروز مجبور شدید که رو به اینها بیارید و از نگاه من کاری درستی هم کردید. خدا کند که اشتباهتون را فهمیده باشید و درک کرده باشید که بدون ملت، بدون همین ریشدار و سلطدار و بدون همین اهل مسجد و مدرسه و همین کسانی که در جهاد و مبارزه بودند، شما هیچ کس نیستید. اون ارتش ضعیف شما هیچ کس نیست اگر این ملت نباشد. اگر این را دیر هم باشد درک کرده باشد، خوشا به حالتون، من شما را هم تبریک میگم. اما میترسم که باز هم در قدرت، در منصب باز کسانی هستند که این را تجربه نشان داد، باز هم این مشکلات که رفع شد برمیگردند به همون سیاست‌های خودشون و فکر میکنند که ملت تاجیک را اینها میتوانند تمام عمر بازی بدارند. وقتی که لازم شد از خودشون وطن دوست میتراشند، از خودشون دوستدار امام ابو حنیفه و مسجد و مدرسه و ارزش‌های ملی میتراشند. اما وقتی که مسئله تمام شد، این مشکلات حل شد، بارها ما این را دیدیم، اینها باز برمیگردند به همون سیاست‌های خودشون. این را هم بدانیم اگر مبادا خدای نکرده در ذهن شما باز همان بازی‌ها باشد و فکر کنید که میتوانید با ملت بازی میکنید، من مطمئنم و نه ملت و نه ما با شما اجازت میدهیم که بار دیگر با این ملت مثل که پیشتر بازی کردید بازی کرده باشید. این اصلا دیگر امکان ندارد. ملت تاجیک دیگر اون ملت یک ماه پیش نیست. ملت تاجیک ملت یک سال پیش، 10 سال پیش نیست که شما بیاید با گریه، با آب دیده، با زاره و تولا و گاهی با مشت و گاهی با شکنجه بتوانید دیگر با ملت بازی کنید. نه، ملت دیگر این اجازت رو به هیچ کس نخواهد داد، نه به من، نه به شما، نه به کسی دیگر. و من از ملت هم خواهش میکنم و این پیام را خیلی جدی بگیرید برادران و خواهران عزیز. باز تکرار میکنم مشکلات ما با قرقیزا حتما حل می شود. من در این اصلا شک ندارم و حالا دلیل ها را هم میگم برای چی حل می شود. اما مشکلی ما و شما این است که دیگر این لجام سیاستمداران خودمون را به دست بگیرد، ملت به دست بگیرد. من نمیگم ما به دست بگیریم، لجام ما را هم به دست بگیرید. چون منم یک سیاستمدار هستم. فردا اگر منم به قدرت رسیدم، اگر شما رفتارتون دیگر نباشد، مطمئن باشد که کبیر یک رحمانوف دیگر می شود. مطمئن باشد که این برادرانی که امروز در پهلوی ما هستند خود را دموکرات میگیرند و خودشون را میگن ما عدالت خواه هستیم، اگر ملت اجازت بدهد اینا هم تبدیل به یک یتیم و به یک رمضان رحیم زاده دیگر میشن، به یک مفتی دیگر میشن که امروز به جای آنکه در پهلوی ملت باشد، ملت را
نصیحت کند و حق گو باشد، امروز تبدیل شده است به یک مداح. فردا همه ما همین رو تکرار خواهیم کرد. خدا، من واقعا تاسف میخورم از این حادثه‌ای که شد، اما بازم ببینید این به حکمت نیست. بیداری ملت در روز مصیبت ها شکل میگیرد. بالای این ملت مصیبت آمد، مردم خودش تنها ماند، دست به سلاح زد، دست به مبارزه زد و وطنش رو دفاع کرد و امروز در رسانه ها، در شبکه ها با چهره باز، با صدای بلند آمدن دیگر حرف خود را گفته ایستادند. دوستان ما در حکومت، در مقامات، شما شاید که من وقت زیاد ندارم که این شبکه ها را ببینم متاسفانه، ولی اون مقداری که دیدم 80% مردم از داخل اسفره به این نظر هستند که ما این مشکلات خود را حل میکنیم دیر یا زود انشاءالله با همسایه‌های قرقیز. بعد شروع میکنیم حل کردن مشکلات خود را با حکومت، با رحمانوف، با اون حکومتی که دارد. شما این پیام را گرفته ایستادید یا نه؟ این حرفا را میشنوید، تحلیل میکنید یا نه؟ یا شما فکر میکنید که نه، همین حادثه چارکوکی تمام شد، حالا باز مردم آرام بشود، مردم رو باز اون جوانانی که به میدان برآمدن اینها رو با یک قسمش رو زندانی میکنیم، یک قسم دیگر رو نصیحت میکنیم، میترسونیم، باز هجرت میکنن و ما ادامه میدیم همین حکومت خانوادگی، اولادی، همون کروپسیا، همون تجارت‌های خود را، پول جمع کنی خود را به خارج میفرستیم و همه چیز برمیگردد به جای خودش. نه دیگر دوستان عزیز، من شما را همچون دوست مراجعت کرده هستم، چون اکثر شما در حکومت، در پارلمان، در جاهایی با من کار کردید. ما دوست بودیم با هم و امروز هم دوست هستیم، اگرچه این سیاست ما را از هم جدا کرد، در سنگرهای گوناگون قرار داد. اما بدانید که دیگر تاجیکستان اون تاجیکستانی پیش از این حادثه چارکوه و واروخ نخواهد بود. ملت تاجیک هم دیگر اون ملت قبلی نخواهد بود. من مطمئنم شما هر چقدر تلاش نکنید که وضعیت را برگردونید به همون حالتی اوله، وضعیت دیگر بر نمیگردد. ملت این بیداریش را، این روند بیداری که پیش از حادثه چارکوه شروع شده بود، پیش از واروخ شروع شده بود، کرونا ویروس نشان داد که ملت دارد به صلاحیت‌های شما را می‌بیند، بیدار شده ایستاده است. وضع دشوار اقتصادی سبب شد، فعالیت مبارزین مخالفین در شبکه‌ها و در رسانه‌ها چشم مردم را باز کرد و امروز مردم هم دیده ایستادند که در همین شب و روز دشوار کی در پهلوی ملت است. ببینید اگر همین فعالیت رسانه‌های اپوزیسیون نمی بود که با مردم در تماس شبانه روزی مستقیم هستند، شما که خاموش هستید در داخل کشور، به مردم تاجیکستان گزارش نمیدید که امروز 5 تا در خواجه اعلی شهید را گراندند. در اسفره معلوماتی که در دست ما هست از رسانه‌های گوناگون، از طرف قرقیزستان شاید 15 تا 16 نفر کشته شد، از طرف تاجیکستان نزدیک 10 نفر به شهادت رسیدند. خب این معلومات ها از سرچشمه‌های مستقل میرسد. اخبار تاجیکستان در کجا است؟ رسانه‌های رسمی تاجیک در کجا هست که به مردم گزارش بدهند که چند فرزند این مردم کشته شد، وضعیت در واروخ چگونه است، در چارکوه چگونه است، در خیستاورز، در قیستاکوز قدیمی چگونه است وضعیت. شما از پول مردم فعالیت کرده ایستادید، یادتون نرود. جناب رحمانوف، جناب یتیموف و مسئولین خاور، مسئولین تلویزیونی تاجیکستان باید در نزد این مردم ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه گزارش بدهید، همون طوری که مسئولین قرقیزستان کرده ایستادند. برای چه مسئولین قرقیزستان نمیترسند؟ مگر در سیاست اونها از شما کم میفهمند؟ برای آنکه اونها یکمش که از ملتشون میترسند و خود را خدمتگار ملت میدانند که اگر این گزارش را به ملت ندهد، فردا همین ملت جسور قرقیز علیه آنها از نو انقلاب خواهد کرد. اما شما مطمئن هستید که میان ملت را شکستید، ملت را ترسو کردید و اگر 10 سال دیگر با همین سیاستتون پیش بروید، ملت گریبان شما را نخواهد گرفت. بله، هنوزم 80% ملت تاجیک خواب است، غفلت زده است، همون تلویزیون شما را تماشا میکند. اما 20% ملت، اون جوانان غیر الکی ارتباط دارند با مردم، با ما در ارتباط هستند. اگر نگوییم که 100% حرف ما را گوش میکنن، حداقل با اون یک قسمتی از حرفای ما گوش میکنن، مشورت میپرسن. شما دیده در این شبکه ها ساعت به ساعت زنگ میزنن که ما نیاز به راهنمایی شما داریم، به ما حکومت خاموش است، یک چیز بگوید. اما من انصافا نمیخواهم بیام در جای حکومت تصمیم بگیرم.
من نمیخوام خودم رو در جای رحمانوف و در جای مقامات امروزه تاجیکستان قرار بدهم تا اینکه دو دستگی با وجود بیاد، اختلاف با وجود بیاد. من میخوام که در این شب و روز دشوار شما بالای سر ملت باشید، در پهلوی ملت باشید، به مردم گزارش بدهید، مردم رو در جریان واقعیت ها بگذارید تا اینکه مردم بداند چیکار کند. بعد از آن که این مرحله رو گذاشتیم، باز ما و شما با هم این بحث ها رو ادامه خواهیم داد. در اینجا من نمیخوام بیایم به جای شما تصمیم بگیرم مردم رو بگم که نه حرف رحمانوف رو گوش نکنید، حرف یتیموف رو گوش نکنید، اینا فلان و فلان هستن. نه، امروز من برعکس مردم رو گفته ایستادم که بیاید در کمک نیروهای مسلح باشید، در کمک حکومت باشید، اما شما هم با مردم صادق باشید، صمیمانه رفتار کنید، بیاید به مردم گزارش بدید. برای چی تشریف میآید به خبرنگاران، به مردم صحبت میکند و موقع شخصی خودش را بیان میکند؟ یتیموف در کجا است؟ مگر یتیموف این اجازت را از رحمانوف ندارد؟ در حالتهای اضطراری، در حالتهای فوق‌العاده کسی که مسئول این پرونده است باید جسارت داشته باشد، بیاد با مردمش صحبت کند. یتیموف است، نوجوانوف است، رمضان رحیمزاده است، هر کسی که نباشد. حالا من نمیدونم رحمانوف در کجا است و با چی مشغول است. تصور کنید که رحمانوف در همین حالت یا که خواب است یا مست است یا با یگان کار دیگر مشغول است. شما کی منتظر میشید که او به خود بیاید بعد شما حرف بزنید، تصمیم بگیرید؟ برادری عزیز، دوست گرامی، وقتی که وارد جنگ شدی، وارد این مرحله دشوار شده، دیگر احساس مسئولیت کن، بیا با مردمت صحبت کن، مردم را در جریان بگذار. امروز در حال جنگ میدانی خدا را شکر با دلیری و با شجاعت مردم تاجیک و سربازان ما، من نمیگویم که ما پیروز هستیم، اما موقع را از دست نداده ایستادیم و در اونجا یک بالانس، یک توازن وجود دارد. اما در جنگ اطلاعاتی ما باخته ایستادیم. اگر همین فعالیت رسانه‌ای برادران و خواهران مخالفین در بیرون نمی بود، مردم تاجیک، مردم چارکوه، مردم اسفره و در مجموع جامعه به خبر میموند. اگر فعالیت رادیوی آزادی و ازیا پلوس اینها نمی بود، مردم معلومات دقیق و ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه را از کجا می گرفت؟ جامعه جهانی از کجا می گرفت؟ با اون یک بیانیه خشک و خالی وزارت خارجه تاجیکستان که از اون هیچ معلوم نیست، یک حرفای دیپلماتی دارد، در مقابلش تشریف میاد حرفای خیلی مشخص و کنکریتی میگه. با این شما میخواهید که نظر جامعه جهانی را به نفع تاجیکستان حل کنید، در صورتی که جامعه جهانی، رسانه ها، اینها در اساس گفته ها و نوشتن های تلویزیون های رسمی قرقیزستان، خبرگزاری های رسمی قرقیزستان که ساعت به ساعت فعالیت کرده ایستادن، در اساس اینا بهاگذاری میکنند. دقیقاً تلویزیون های قرقیزستان مثل شبکه های پیمان ملی تاجیکستان و مثل شبکه افق، اصلاح، پیام و گروه 24 اینا رفتار کرده ایستادن. ولی در شبکه های تاجیکستان، در رسانه های تاجیکستان، من منظورم رسانه های حکومتی، رقص و بازی گویا که در تاجیکستان هیچ چیزی نباشد. و من خیلی تعجب کردم، در ازیا پلوس خواندم همین شب که دیروز جلسه حکومت برگزار شده است و از اسفره یگان جمله در آنجا نگفتند. خبر را بخوانید، این را من از پیش خود نگفته ایستادم و من خبر از داخل جلسه حکومت هم ندارم تا حال، حداقل از این جلسه ندارم. ازیا پلوس نوشته است که یگان کلمه، یگان جمله درباره وارخ گفته نشد. حسابات وزارتی راه، حسابات نمیدونم وزارت مالیه. شما در کجا زندگی کرده ایستاده؟ در مریخ، در یگان سیاره دیگر یا در تاجیکستان؟ در اونجا ملت شما مرده ایستاده است، در اونجا مردم از خانه و درشان مونده ایستادن، مردم با جانشان بازی کرده ایستادن. شما در اینجا جلسه برگزار میکنید گویا که در تاجیکستان همه چیز آرامش است و هیچ کس. از چی میترسید؟ حالا مردم تاجیک اگر آگاه شد فهمید که در اسفره جنگ رفته ایستاده است، شهید داده ایستادیم، این را باید حل کرد. این خبر را اگر یک ونجی، یک دروازی، یک حصاری، یک بدخشانی، یک سوغدی فهمید از تلویزیون رسمی تاجیکستان، برای شما چی مشکل می شود؟ من همین منطق این رو نمیفهمم که شما با کدام دلیل این کارها رو میکنید. شما میترسید که مردم که آگاه شد، مردم ننگ و ناموسش بیدار شد، بعد از اسفره گریبان شما رو میگیرد؟ از همین میترسید؟
شما بدونید که به این هم میگیرد اکنون. یعنی شما خاموش هستید، شما فعالیت میکنید نمیکنید، مردم تاجیک اون مردم پیشینه نیست دیگر. من این رو به شما گفته ایستادم و این وعده من نیست، این یک واقعیتی هست که در نتیجه این تحلیل روندهای حداقل 2-3 ماه اخیر هست و ما این سمت رو ادامه خواهیم داد و با مردم صحبت خواهیم کرد که مردم عزیز، باز تکرار میکنم، مسئله چارکوه، مسئله وارخ حل شونده است و حل خواهد شد انشاءالله. اما ما و شما بعد از این باید که مشکلات خودمون رو حل کنیم که دیگر تکرار نشود. حکومت داشته باشیم که این حکومت بیاد در روز ننگ و ناموس در پهلوی ملت باشد و اصلا اجازت ندهد که یک همسایه یک کشور دیگر با ملت ما این گونه بازی کند. بنابر همین من باور دارم، من این را امید دارم که عقل‌های سالم در حکومت این صحبت ما را، این پیام ما را جدی خواهند گرفت و بالایش فکر خواهند کرد. و باز این قسمت را خلاصه میکنم. یکم بدانید که این ملت برای شما دشمن نیست و شما هم دشمن این ملت نیستید و ما هم شما را دشمن نمیدونیم. امروز اشتباهات زیاد کردید، تا امروز جنایت‌های زیاد کردید. انا همون جوان چارکوهی و واروخی و سور هست، دهه سور میشناسم، 10 نفر رو زندانی کردید. همون عدل میلیسیه که آوردید اونها رو شکنجه کردید. اون تاشیف عظیم جان بود، عظیم جان که پرید پایش از اون بچهای اسفره، من منزلشون خبرگیر رفتم، پایهایش شکست، در داخل زندان شهید شد در زندان شما. امروز انا همون جوان در پهلوی شما هست، تا دیروز شما در همون عدل میلیس اینها رو شکنجه میدادید، امروز دعوت کردید گفتید که بیاید در پهلوی ما باشید و این جوان مردان شما را بخشیدن، شما را یک بار بخشیدن، آمدن در پهلوی شما به خاطر زمینشان و وطنشان و کشورشان از اون فراموش کردن. اما اگر یک جنایت دیگری کردید، اگر یک اشتباه دیگری کردید، من این کفالت را به شما میدم. این جوان اسفرگی بدانید که دیگر این جسارت و شجاعتش را ضد شما روانه خواهد کرد. این کفالت را من به شما خواهم داد. برای چی؟ برای آنکه من این را درک کرده ایستادم و این پیام هایی که از مردم به ما میرسد، اینها گفته ایستادن که فلانی بیا روزی میتینگ رو اعلان کن، ما مشکل اولمون حکومت خودمون هست، نه قرقیز و نه تاشیف و نه پرزیدنت قرقیزستان. اما ما به خاطر ملت، به خاطر اون یک پارچگی گفته ایستادیم که بیاید اول این مشکل رو حل کنیم، بعد میرسیم به این حکومتداران خودمان. و این پیام رو هم برای هم گفته ایستادم خلاصتا اینجا که خیلی جدی بگیرید و بار دیگر این اشتباهاتون رو نسبت ملت نکنید. حالا چگونه میکنید، با چی کار، با چی سیاست، این کار خودتون است، شما فکر کنید. من بعد از یک تحلیل کوتاه دیگر چند پیشنهاد دیگر رو مخصوص به حکومتداران خواهم کرد که اون رو جدی بگیرند و شاید که برایشون کمک کند. اگر نکردن ملت این کار رو خودش انجام خواهد داد. چرا من گفتم که این مشکلات حل خواهد شد دوستان عزیز؟ برای آنکه همه درک کردن که ملت تاجیک بیدار شده است و تا امروز همسایه ما قرقیزها فکر میکردن که حکومت جسارت ملت تاجیک را گرفته است و تنها با رحمانوف و با یتیموف و با یک منصبدار دیگر می شود گفتگو کرد، این مشکلات را حل کرد و دست آنها خیلی هم قرطه های قوی علیه رحمانوف است، چون از اون کروپسیا و بدون تاماژنی گذراندن میلیاردها دلار از طریق مرزهای قرقیزستان اونها آگاه هستند و فکر میکنن که هر لحظه میتونن بالای رحمانوف فشار بیارن و تا امروز فشار آوردن. اما امروز همسایه های ما جسارت و شجاعت مردم تاجیک را درک کرد. چند سال پیشتر جسارت و شجاعت مردم تاجیک را در چهره مجاهدین درک کرده بود، وقتی که رحمانوف مجبور شد خدا رحمتی حاجی عبدالحلیم را با شاه اسکندروف و چندین نفر مجاهدای دیگر رو با همون لباس مجاهدی به مرز فرستاد و مشکل را حل کرده بودند. امروز دیگر اون مجاهدان نیستند، باز همون شاه بیچاره را در گردنش همون پتو و شال مجاهدی را میبندند میفرستند، مثل هم یک خوسه که باید در همون سرحد باشد که قرقیزا بترسند. نه، دیگر قرقیز از این چیزها نمیترسد. مردم قرقیز، اون سربازا افسرهای قرقیز از مردم جسور اسفره درک کردن این را و از اون اگر بترسن از اون مردم میترسن. بنابر همین من باور دارم که اون بلیف ها و اون
تهدیدهایی که مقامات قرقیزستان کرده ایستادن که تا ساعت فلان وقت میتیم به سربازای تاجیک اون منطقه را ترک کنن، این یک تهدید و بلیف بازی نوبتی هست و اونها درک کردن. اما به شرطی که دیپلمات‌ها و سیاستمدارای تاجیک پشت سربازان ملی ما را خالی نکنن. اگر خالی کردن، از ترس گپ زدن، نه با جسارت، بدانید که این خیانت نسبت سربازان و نسبت مردم جسور است. بنابر همین شما با این جسارتتان نشان دادید که و اثبات کردید که این مشکل حل شونده است. حالا میانره‌ها پیدا خواهند شد، الکی پیدا شده ایستادن و مطمئن باشید که کشورهای بزرگ منطقه، نه روسیه، نه چین، نه همسایه ما ازبکستان اجازت نخواهند داد که این نزاع به یک نزاع منطقوی بزرگ تبدیل شود، چون این به ضرر همه است. اینها وارد خواهند شد. الکی چندین کشورها، ایران میانجیگری خود را اعلان کرد، روسیه، اتحاد اروپا، اینها این کار را خواهند کرد و این مشکلات حل می شود. بنابر همین شما از خود استواری نشان بدهید و جسارت و متانت خود را حفظ کنید. اما پیام دیگری من به مردم عزیز چی است؟ برادران عزیز، هموطنان گرامی، اون نوارهایی که من دیدم و شما هم دیدید که هم خانه ها از طرف ما داشت می سوخت، هم از طرف همسایه کشور، از طرف قرقیزها، من کاملا درک میکنم. وقتی که شما سالها در زیر فشار و شکنجه هستید، اون غضب و نفرت شما از اون وضعیت اقتصادی، محدودیت آزادی ها، از رفتار حکومت تاجیکستان و علاوه به همه این محدودیت هایی که همسایه کشور قرقیزستان بالای شما آورد، آب را قطع میکنند، راه را میبندند و واروخ را در یک انکلاو گرفتن، در یک جزیره، این همش بالای شما فشار روانی بود، غضب و نفرت بود و باعث آن شد که بعضی از جوانان ما نتوانستند خود را نگه بدارند و ما دیدیم که خیلی از خانه‌ها سوخته شد، خیلی از تلفات شد. من از شما خواهش میکنم از این به بعد دیگر در همکاری و هماهنگی با مقامات قدرتی تاجیکستان عمل کنید و دست به یگان خشونت، دست به یگان عملی که در آینده هم باعث درد سر خود شما می شود و هم این همسایگی ما را با قرقیزها که انشالله بعد از این حادثه ها باز برمیگردیم به همون همسایگی خوب، این را خدشه‌دار نکند، اون کینه و نفرت را بیشتر نکند. از این به بعد من خواهش میکنم که اون جسارت و شجاعتی که نشان دادید خیلی خوب بود، این را بعد در چارچوب سیاست‌های هماهنگ شده با مقامات قدرتی انجام بدهید و من مطمئنم که دیگر طرف همسایه این پیام قوی شما رو گرفت و این توصیه و پیشنهاد من به مردم و به هموطنان عزیزمان در واروخ، در چارکو، در اسفره، در همه جایی که هستید. اما پیام و پیشنهاد عملی خودم به مقامات تاجیکستان، شما ببینید در همون صحبت قبلی هم گفتم که وقتی که آوردید بهترین فرزندان این ملت را زندانی کردید و امروز در زندان هستند کسانی که می توانستند در پهلوی شما باشند، در پهلوی مردم باشند و این قدرت و توانمندی را داشتند، امروز دیگر وضعیت خود را به دشواری آوردید، وضعیت خود را مشکل کردید، وضعیت ملت را مشکل کردید. من دو تا پیشنهاد خیلی مشخص دارم. یکم، اگر واقعا هم دلتون به ملت میسوزد، واقعا هم میخواهید که پیام مثبت به مردم بفرستید که دیگر شما دنبال اون کینه‌گیری و نفرت پراکنی و قصاصگیری و انتقام نسبت ملت نیستید، فرصت خیلی خوب فرا رسیده است و ضرورت هم هست داملا نعیم جان اسفرگی رو از زندان آزاد کنید و خیلی هم سریع. او یگان اولش که جنایت نکرده است، هیچ جنایتی نکرده است و این تهمتایی که بالاش آوردید اینا همه دروغ هستند، خودتون هم میدونید. دیومش که اون یک رهبری معنوی مردم اسفره بود و هنوز هم هست. سومش این است که دهها و صدها شاگردان داملا نعیم جان در اون طرف مرز در قرقیزستان یا مفتی هستند یا امام خطیب هستند و داملا نعیم جان در بادکن درس داده است، شاگردها دارد و شاگرداش می آمدن در اسفره در پیش او درس می خوندن. اگر واقعا شما میخواهید با مردم قرقیز همسایگی داشته باشید که رو حتما میخواهید، مردم قرقیز هم میخواهد، ما باید این رابطه های مردمی رو قوی تر کنیم. شما بهترین های ملت تاجیک را وقتی که زندان میکنید، در صورتی که در اون طرف رسانه های قرقیز آزاد است، امام خطیبا آزاد است، داملا ها آزادند، مردم دیندار آزاد است، شما با کی میخواهید مبارزه برید؟ هر چه زودتر داملا نعیم جان را
آزاد کنید، برگردونید که در پهلو و در نزد مردم اصفهان در این شب و روزها باشد. بعدا خواهید دید که داملا نعیم جان چه کارهایی را میتواند انجام دهد. در اون نیزای اول داملا نعیم جان ده ها مال گاو میکشت برای سربازان تاجیک در زمستان، شب و روزهای زمستان بود، ماه ینور. اونا رو با خوراک تامین میکرد، با لباس گرم تامین میکرد و این گزارش ها رو با ما میداد با کمک مردم اصفهان، اعضایان حزب. شما حالا شاید خرسند باشد، طبل شادی میزنید که توانستید گویا در اصفهان نهضت رو نابود کرده، داملا نعیم جان رو حبس کرده، جوانان رو ترساندید. نه، این اشتباه بزرگ شما بود. اکنون فرصت رسید که این اشتباه خود را اصلاح کنید. من حالا درباره آنکه فعالیت حزب را در اونجا برقرار کنید یا برگردونید بعد صحبت خواهیم کرد. امروز به خاطر ملت، به خاطر آنکه واقعا اثبات کنید که شما یک حکومت ملی هستید، اشتباه خود را درک کردید. اما اگر بازم با همون کبر و غرور، با همون گردن شخیه که خاصی بعضیاتون هست، اگر پیش رفتنی باشد، بدونید که ملت به شما دیگر باور نخواهد کرد و اون وعده دادم که بعد از حادثه چارکوه گریبان شما را خواهد گرفت، اون وعده را، اون روز را خودتون نزدیکتر خواهید کرد. بنابراین همین هر چه زودتر آزاد کنید. ببینید این تهدید نیست، این توصیه هست، این پیشنهاد است، این راه حل است. من چرا پیشتر از این نگفتم که داملا نعیم جان را آزاد کنید؟ چون الان وقتش فرا رسید. الان دیدم که نیاز به این دارید شما. ملت نیاز به داملا نعیم جان و داملا نعیم جان ها دارد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اصفهان، داملا عبدالستار بابایف، در زندان گذشت و چند سال زندانی بود در آنجا. رهبر این بچه‌های بود که امروز در پهلوی شما ایستادند و میخوان از وطنشون دفاع کنند و این را مردم فراموش نکردند. یتیم حالا که در اصفهان اگر باشی در همین شب و روزها و باید در اصفهان باشی، بدون که همون جوانان نهضتی امروز در پهلویت هستند، با اونها نیاز پیدا کردی، ولی یک قسم دیگرشون رو در زندان نابود کردی، یک قسم دیگرش رو پسانده ایستاده ای. بنابراین توصیه اولی من این است که هر چه زودتر داملا نعیم جان رو آزاد کنید و ما وابسته به این رفتارهای شما بها خواهیم داد که آیا واقعا شما یک حکومت ملی شده ایستاده اید یا نه، رفتارهای ملی کرده ایستاده یا نه. دوم توصیه من درباره عزت امان است. من زیاد در این باره صحبت نمیکنم چون خودتان امکانیت های عزت امان را و دلسوزی عزت امان را نسبت قضیه واروخ و اصفهان دیده بودید. اگر ندیده بودید یک بار برید یوتیوب و صحبت های قبلی او را تماشا کنید. عزت امان که دیگر حالا خبرها رسیده بود که پرونده گویا همون با پول و مال و با استاتیه های ربط دارد که اون زندانی باید نشود با برگرداندن کدام جریمه یا پرداخت برقرار کردن اون تلفات مالی به کسی که این همش دروغ است، مسئله حل می شود. مثل قضیه داملا نعیم جان سیاسی یا چند سال زندانی نیست. این را همین شب و روز خیلی راحت می توانید آزاد کنید و عزت امان می تواند یک قسم زیادی از مردم را برای پشتیبانی از ارتش، از نیروهای مسلح سفربر کند و این کار را کرده می تواند. به شما هم کرده بود و این یک پیام دوم قوی شما به مردم تاجیک، به مهاجرین و به تمام اون کسانی می شود که واقعا هم در فکر کمک حکومت، در فکر کمک مردم و پشتیبانی از سربازان هستند. این توصیه دومی من هست. نگوید که ما جنبه حقوقی هست، جنبه قانونی هست، مشکلات داریم، نمیتوانیم داملا نعیم جان را آزاد کنیم چون این باید یک روند قانونی و حقوقی را بگذرد. در تاجیکستان حقوق قانون عمل نمی کند و من از شما سالها طلب کرده ایستادم که قانون را رعایت کنید، حقوق را رعایت کنید، نکردید. امروز شاید شما به من بگید که شما وقتی که رعایت قانون را طلب میکنید چرا من در اینجا بیایم قانون را برخلاف قانون رفتار کنیم و داملا نعیم جان یا عزت امان را آزاد کنیم. این افسانه ها را دیگر به ملت تاجیک نگید. چرا؟ برای آنکه شما اینها را غیر قانونی زندانی کردید. وقتی که شما اینها را امروز یا فردا اجازت میدید که برایند جواب میدید، شما قانون را برقرار کرده ایستادید. هر روزی که آنها در زندان بیشتر میشینند همون قدر به قانون شکنی شما اضافه میشود. شما بابای دانه را که 7 سال حکم زندان گرفت در اساس چی آزاد کردید؟
در اساس کدام قانون اوف. قانون اوف قبول نشده بود، ولی چون اراده سیاسی کردید آزادش کردید، راه حقوقی رو پیدا کردید. مگر آزاد کردن بابای دانا یک کاری غیر قانونی از طرف شما بود؟ نه، شما، من مطمئنم اون کسی که امضا کرد یگان دلیل قانونی پیدا کرد که او را آزاد کرد. پس چرا برای داملو نعیم جان پیدا نمیکنید؟ چرا برای عزت امان پیدا نمیکنید؟ من حالا درباره زندانی های سیاسی دیگر صحبت نکرده ایستادم. به اونها گفتم قضیه اسفر تمام شد بعد برمیگردیم. اما الان برای کمک به این قضیه اسفر من خواهش میکنم دیگر این افسانه بافی را کنار بگذارید. بیاید در دوام همین یک روز دو روز هم داملو نعیم جان و هم عزت امان رو آزاد کنید. اینها بیایند در پهلوی ملت قرار بگیرن و بعد میبینیم که باز چیکار میشه. من مطمئنم اینها از اینا نترسید که اینا بعد تبدیل به یک اپوزیسیونر میشوند، در پهلوی ما قرار میگیرن و علیه شما کار میکنن. نه، دیگر ملت تاجیک در این چند شب و روز و در این چند ماه گذشته اونقدر فرزندان رو تربیت کرد، به صحنه آورد که دیگر همچون اپوزیسیون شما دیگر نیاز نه به کبیری هست، نه به داملو نعیم جان است، نه به عزت امان است، به هیچ کسی دیگر نیست. دیگر گریبان شما هست و دست یعنی همین جوانانی به ننگ و ناموس ملت. از ما و از داملو نعیم جان شما دیگر هراس نداشته باشد. ما کار خود را کردیم. حالا در آینده چه خدمتی برای مردم ملت در چه سیمه در چه جایگاه کرده میتونیم، این را باز ملت خودش میداند و این در دست ملت است. اما من برای این رو گفته ایستادم به حکومتداران که دیگر از زندانی های سیاسی نترسید که اینها از زندان برآمدن، زید سعیدوف و بزرگمهر و محمد علی برآمدن یا که شما را فردا اونها از حکومت دور میکنن. نه، شما را حتما از حکومت دور میکنن، اما این جوانان تاجیک و این زندانی ها را هم آزاد خواهند کرد. اما شما این کار را به دست خود کنید، حداقل یک ثواب هم میگیرید و یک خال سیاسی هم میگیرید و حداقل شاید که در پروندهتون یک سبکی هم در آینده به وجود بیاد. من دوستان عزیز جا چند جمله به زبان روسی میخواهم به برادران قرقیز خودمون داشته باشم و امیدوارم که بعدا مسئولین این قسمت را به یک شکل برسونن، جدا کنن تا اینکه برادران قرقیز هم از این موقع ما و از نگاه ما، از پیشنهادهای ما آگاه башанд. Дорогие друзья, мои киргизские друзья, братья, я хотел бы воспользоваться этим случаем, сказать несколько слов на русском языке. Сейчас у меня онлайн беседа с моими земляками, с таджиками. Я уже высказал свою точку зрения, что мы думаем, какие у нас предложения, как мы видим ситуацию и какие выходы, на наш взгляд, есть из этой ситуации. И я хотел коротко об этом рассказать на русском языке. И очень надеюсь, что это поможет хоть немного разрулить эту сложную ситуацию, в которой мы все находимся. Я очень сожалею, также сожалеют миллионы таджики в эти священные дни Рамазана, что случилось это несчастье, и между таджиками и киргизами на границе случились кровопролития, и есть уже погибшие, есть с обоих сторон, и это вызывает наше большое сожаление. Пользуясь случаем, я выражаю мое соболезнование всем семьям погибших, как со стороны таджикской стороны, так и со стороны Киргизстана. Я думаю, что тут нет ни малейшей вины ни таджикского, ни киргизского народа. Это вина политиков, это вина дипломатов, которые не смогли решать приграничные вопросы до этого дня, не хотели решать. Они оставили это на потом. Каждая сторона занималась популизмом, каждая сторона хотела получить свою личную или групповую выгоду. Я уверен, что если бы они захотели решать эти вопросы до этого конфликта, они бы этого сделали давно. Но каждая сторона видела в этом свою выгоду и хотела использовать в свою пользу. Я не хочу сейчас говорить о таджикской власти, мы уже об этом говорили, тем более это не то место для
наших внутренних разборок. Вы сами знаете, что какая ситуация у нас в Таджикистане, в какой ситуации находится таджикский народ, у вас какая ситуация. И, естественно, Таджикистан находится в более сложной ситуации, как в экономическом плане, так и в политическом. Но сейчас разговор не о этом. Сейчас мы должны думать, как способствовать тому, чтобы этот конфликт как можно скорее решался, причем решался мирным путем, через переговоры, через дипломатические каналы, а не на поле боя. Вы уже в курсе, что таджикский народ может ответить, уже ответил, и, к сожалению, ответил иногда жестко, потому что долгие годы жители Воруха, жители Чоркуха, жители Ходжай-Ало и других приграничных поселений, поселки, селений, они были в очень сложных ситуациях. С одной стороны, давление таджикских властей, они всегда находились под прессингом. С другой стороны, та сложная ситуация, которая возникла на границе, это их дом, это их родина. Они жили и живут и будут жить в своих домах. Я очень сожалею, что ответ или реакция таджикской стороны, таджикских граждан был где-то в каких-то случаях довольно жестким. Я только что на таджикском языке сказал, чтобы эти случаи они не должны повторяться. Мы должны вернуться к той добрососедстве, к той атмосфере, которой всегда мы жили в этом регионе, не только в Баткенской области или в Исфарийском районе, в Бободжон-Гафуровском районе, а также у нас есть приграничные районы в Жиргатале, в Бадахшане. И таджикский народ, киргизский народ испокон веков живут бок о бок и рядом друг с другом. У нас общая история, общая культура, общая религия. Таджикский народ никогда не забудет. Я лично, мои сторонники, все, кто пережил гражданскую войну, никогда не забудут те дни, когда межтаджикские переговоры проходили в Бишкеке, когда киргизский народ приютил у себя тысячи таджиков в самые сложные дни. Когда Аскар Акаев, тогдашний президент Киргизии, в те дни, когда в Бишкеке проходили межтаджикские переговоры, я был там, я присутствовал, я видел своими глазами, ушла из жизни его мать. Он сказал, что пока таджики не будут подписывать политический протокол, я не дам согласия на похороны моей матери. Он не участвовал на похороне своей матери, пока таджики не закончат переговоры. Настолько для него, для киргизских властей, для киргизского народа был важным мирные таджикские переговоры. Мы этого никогда не забудем и не должны забывать. Но политика делает свое дело. Сейчас политики, ваши политики, они довели дело до того, что два братских народов с оружием в руках находятся друг против друга, убивают друг друга. Из-за земли, из-за воды, из-за несколько километров, а может быть даже сотни метров нерешенных приграничных территорий. Я думаю, что это вызывает и сожаление, и грусть, и это говорит о том, что мы где-то не доработали. Я понимаю, почему с нашей стороны такая резкая реакция, потому что наше правительство довело дело до такой ситуации, когда гражданское общество, оно уже практически не существует. Духовенство, оно занимается не тем, что должен заниматься. Интеллигенция наша уже давно молчит. Политическая оппозиция не существует. Все решает Рахмон и одна маленькая группа. Но у вас-то, дорогие киргизские друзья, у вас-то все-таки демократия есть еще. Я очень надеюсь, что оно не будет в Киргизии, не будет так, как в Таджикистане. У вас гражданское общество очень сильное, у вас духовенство независимое, у вас средства массовой информации независимые и вещаете
даже поминутно о том, что происходит сейчас в регионе, в то время, когда наш государственные СМИ молчат, показывают только Рахмона, где он заседает в правительстве, решает якобы какие-то очень важные хозяйственные вопросы. Но если у нас такая ситуация, почему ваше гражданское общество, почему ваша независимая пресса, где демократические институты, духовенство, они не работают на уменьшение этого накала, на снижение накала? С нашей стороны мы готовы, но мы далеки, мы в Европе. Внутри Таджикистана нет оппозиции, нет гражданского общества. Но у вас-то оно есть. Я очень жду от вас, от моих друзей, многие мои знакомые, которые раньше работали в парламенте, в правительстве, они сейчас мне звонят, пишут. У вас совершенно другая ситуация, вы более свободны. Давайте вместо того, чтобы через средства массовой информации призывать к мобилизации. Мобилизация для чего? Против кого? Против таджикского народа? Это бесполезно. Это никаких результатов не дает. Вы уже посмотрели. На деле, мы видели, я только что сказал на таджикском языке, киргизский народ тоже очень храбрый народ. И может защищаться. К чему вся эта мобилизация? Почему мы не должны использовать этот потенциал для того, чтобы призвать к миру, к добрососедству, к сосуществованию на этой территории? Мы можем, мы должны, мы обречены на то, чтобы жить в мире и в согласии в этом регионе. Никогда таджикский народ в своей истории никогда не использовал силу для того, чтобы захватить чужую территорию. Никогда. Наоборот, вся наша история состоит из того, чтобы мы отдали свои территории. Почему сегодня таджики в основном живут в горах, хотя таджикский народ – это городской народ, это сельское население, исторические, мы не кочевники. Но почему сейчас в основном мы живем в горах? Потому что отобрали у нас и города, и земли. Таджикский народ не может больше отступать. Нам некуда отступать. Куда отступать? Поэтому давайте жить по принципам добрососедства, сосуществования, так как живут сейчас в Европе. Почему мы не можем, жители Баткента, жители Исфари, жители Лайлакского района, Бободжон-Гафуровского района, почему не могут жить без этих границ, без этих приграничных каких-то постов? Почему европейцы могут жить, а мы, киргизы, таджики, не можем жить? Узбеки или киргизы, узбеки или таджики не можем жить. Я понимаю, что нам не хватает демократии, нам не хватает гражданского общества, нам не хватает новых властей, ни коррупционеров, ни этих маленьких князев, которые каждый хочет править у себя в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане. Они боятся свободной торговли, они боятся свободного передвижения товаров, услуг, финансов, идей и так далее. Я это понимаю прекрасно. Но рано или поздно мы придем к тому, чтобы у нас будет свой союз, Центральноазиатский союз, по типу или по примеру Европейского Союза. Многие из вас были в Европе. Вы даже не почувствуете, что перешли границу Германии с Голландией, Германии с Францией, Германии с Австрией или Чехословакией. Вы даже этого не заметите. А мы заметим в Центральной Азии. Мы не только, когда переходим границы друг друга, когда мы из одного района, из одной области, внутри одной государства переходим границу, как будто мы вошли в другое государство. Там висят, там посты, там висят какие-то плакаты, добро пожаловать, я не знаю, в Сагдийскую область или в Баткенскую область. А в Европе этого нет. Люди, товары, деньги, идеи перемещаются свободно. Вы даже этого не замечаете. Почему мы этого не можем создать у себя в Центральной Азии? Потому что этого не позволяют наши чиновники, наши политики, которых мы сами выбрали. И сегодня они занимаются популизмом. Сегодня для вас хочет построить себя героем Ташиев,
или другой силовик, у нас тоже такая ситуация. На самом деле они могли этот вопрос решать давно, если захотели. Но, к сожалению, пока идет политическая игра не только на уровне региона, внутри наших государств, но и на более широком уровне. Не зря, что сейчас появилось очень много посредников. Вы, наверное, сами тоже прочитали, посмотрели. Все сейчас готовы помочь нам, киргизам и таджикам, выйти из этой ситуации. Многие ждали этого момента, что и потом выступят в роли посредников, миротворцев. А почему мы этого позволяем? Почему мы не можем решать наши внутренние вопросы без посредников? Я уверен, что мы этого можем делать, должны делать, мы на это обречены. Поэтому я призываю использовать весь потенциал, весь имеющийся арсенал, дипломатический, народный, духовенство, интеллигенция. Почему бы нам не создать народные, местные, двусторонние группы из числа духовенства, из числа интеллигенции, как в Боткенте, так и в Исфаринском районе? Почему все должны решать политики, чиновники? Я не хочу сейчас назвать их трусами, но каждый из них хотят себе сейчас построить или выдать как героев, но на самом деле нет. Это не так. Я только что на таджикском языке сказал, что таджикская власть должна сейчас немедленно выпустить из тюрьмы Домна Наимджона, у которого есть очень много учеников, друзей среди духовенства в Баткенском районе, в Волжской области, в Бишкеке. Вот где потенциал, народный потенциал духовенства. Вместе с Рамазан они должны собраться, сидеть вместе, помочь дипломатам, помочь военным, помочь политикам выйти из этой ситуации. Отдать все это политикам и дипломатам слишком рискованно. Дорогие друзья, киргизские братья, наша национальная гордость, ваша национальная гордость, общие наши национальные интересы, они более важны, чем интересы отдельных групп, как в Киргизстане, так и в Таджикистане. Поэтому давайте больше не проверять друг друга на храбрость, на мужество, на стойкость. Мы давно друг друга знаем, мы друг друга перепроверили много раз. И я очень сожалею, что это случилось. Я только что на таджикском языке призвал моих сограждан, друзей, знакомых, чтобы никогда больше не повторялись те случаи, которые вчера, позавчера мы наблюдали. Но в этом вина обоих сторон. Я не хочу сейчас обвинять никого, поэтому я очень желаю, призываю вас содействовать этому. И мы с нашей стороны готовы к этому. Есть небольшая киргизская диаспора в Европе, мои друзья, мы в контакте, но без вашей помощи, без людей, которые находятся в Душанбе, в Бишкеке, в Баткенте, в Исфаре, в Сагдийской области, нам не удается ничего сделать, кроме того, чтобы говорить отсюда. Поэтому я очень призываю вас, я всех, кто нас знает, кто сейчас слушает, давайте быть более хладнокровными, более разумными. И я уверен, что этот конфликт скоро решится, но я очень хочу, чтобы те погибшие, те шахиды, которые мы отдали с обоих сторон, это были последние шахиды. И с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня мы не должны допустить эскалацию, дальнейшую эскалацию. И все политики, дипломаты, духовенство, интеллигенция должны сделать все для того, чтобы прекратить кровопролитие, и вопрос был решен мирными средствами через переговоры. Поэтому я здесь, это мое обращение на русском языке к моим киргизским друзьям. Я очень надеюсь, что мои слова, мои предложения будут находить также сторонников среди политиков, среди гражданского общества, особенно среди тех людей, которых я прекрасно знаю.
я очень надеюсь, что они с пониманием относятся к позиции таджикской стороны, таджикского народа, жителей Чоркуха, Воруха. Они оказались в очень сложной ситуации. Вы знакомы друг с другом, вы знаете друг друга. Давайте будем работать над тем, чтобы вернуть добрососедство и дружеские отношения между двумя народами. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. خب دوستان گرامی، این چند جمله بود با زبان روسی برای همسایگان ما مردم شریف قرقیز. من امیدوارم که حتما در اون طرف هم جانبداری پیدا خواهد کرد، چون من الکی پیام‌های زیاد دارم از سابق دپوتات‌ها، سابق وزیرها، از خیلی از شخصیت‌های فعالی که در اروپا هستند، از قرقیزها، و اونها خیلی از ما خواهش کردن که یک صحبتی با مردم قرقیز هم شود تا اینکه این حالت برادری، این دوستی و رفاقتی که بین دو ملت بود، این به وضع به شرایط اولش برگردانده شود. حالا به من چند سوال‌های رو دادند از دوستان، خطی فرستادند. اگر با سوال‌های دیگر باشه در آنلاین بعد از این آماده باشد، من خواهش میکنم که به من بفرستند تا اینکه در وقت صحبت جواب بدیم. خب یک سوال آماده است به ما: آیا جناب کبیری آماده است برای حمایت مرز بوم با واروخ برود؟ برادری عزیز، باید واقع بین بود. اینجا دیگر جای امتحان کردن اون نیست که من آماده هستم یا نیستم. اصلا من امکانیت ندارم. من این آمادگی را دارم. میخواهم، واقعا هم میخواستم که امروز در جنازه اون شهیدان شرکت کنم، در پهلوی سربازان باشم، در پهلوی برادران اسفره، واروخیا، چارکویا که اکثر اونها را من میشناسم. اون نوارهایی که به من رسید در دست من هست از داخل، از جبهه، از چارکو، از واروخ. من بعضی اون جوانان را شناختم. از دوستان پرسیدم مگر این همون برادر نیست؟ یا که یکی از دوستان پرسید که این جوان را شناخت فلانی هست؟ گفتم، بعد تکرارا نگاه کردم، گفتم بله شناختم. یعنی این کسانی هستند که ما برادر هستیم، با اینا بیگانه نیستیم. من یگان وزیر و افسر و از دپوتات‌های نبودم که واروخ و چارکوه و اسفرا را هم تا بنام شنیده باشم، از منبر گپ زده باشم. من با اون مردم نان و نمک خوردم. امروز اگر حکومت تاجیکستان اجازت بدهد، حتی من از دوستان قرقیزم پرسیدم که به من اگر قرقیزستان اون سازشنامه بین دولتی را رعایت نکند و به من اجازت باشد، من میروم با واروخ در پهلوی مردم از طرف قرقیزستان از هر کجای باشد وارد میشم. اما اگر واقعیت ها را نگاه کنیم، امروز نه حکومت قرقیزستان به من اجازت میدهد نه حکومت تاجیکستان. من مسئولیت خودم را از دور از این جا ایستاده انجام داده ایستادم. اگر حالا یک مسئول تاجیکستان بیاید بگوید که کبیری میتواند بدون کدام مشکلی وارد تاجیکستان شود، فردا من در پهلوی مردم خواهم بود. و این را هم بگویم، بعد از آن که انشاءالله مردم پیروز شد به تاجیکستان برگشته، اولین سفرهای منطقه‌ای من به اسفره به نزد مردم واروخ و چارکو خواهد بود. شاید بعد از زادگاه هم، بعد از وطن خودم، از زیارت قبر پدر و مادر، شاید که به مردم چارکو و واروخ به زیارت اینها بروم. اگر ساق و سلامت به وطن برگشتیم. اما اگر برنگشتم، خب این ما در مبارزه هستیم، شهادت است، مبارزه است. این نیست که رحمانوف در فکر کشتن و نابود کردن ما نباشد. من معلوماتی دارم که کیلرهاشون فرستادن به اینجا، ولی خب دیگر اینجا مسئولین مقامات اینجا بیکار نیستن، کار کرده ایستادن. اما اگر که حالا دیگر مبارزه است و به شهادت رسیدیم، برادران ما، کسانی که مبارزه را ادامه میدن، بعد از پیروزی باید این کار را حتما انجام بدهند. اولین سفر کاری که میشود باید که به نزد مردم واروخ و چارکوه باشد، برای مینه‌داری و برای فشردن دست این قهرمان‌های ملت. یک سوال دیگر آمده است: سلام برادر کبیری، چرا بعد رئیس کمیسیون شدن یتیموف عاید علامتگذاری مرزی، نزاع و تلفات زیاد شده ایستاده است؟ روز به روز و یراق‌های جنگی خطرناک به دست مردم عادی رسیده ایستاده است که ما در شبکه‌ها دیده ایستادیم. در دست مردم عادی آشکار این چی برد و باخت دارد در آینده، یا یتیموف چه نقشه دارد؟ من نمیدونم یتیموف چه نقشه دارد دوستی عزیز،
و آیا اگر یتیموف رهبر هیئت گفتشنی تاجیکستان نمی بود وضعیت دیگر خیلی می بود یا همین شکل می بود، این را گفتن دشوار است، چون تمام عامل ها برادران عزیز، این فقط یک عامل نه، تنها یک یتیموف نه، تمام عامل ها در مجموع باعث آن گشت که امروز در تاجیکستان در مرز این جنگ هست. اینجا اشتباه ها و سیاست های غلط قبلی هم بود. حالا از دست یتیموف دیگر چی میاد؟ یتیموف کی است؟ یتیموف حالا یک گنرالی است که حتی برابر چاشیوف است، تاشیوف هست، برابر اون صلاحیت ندارد، جسارت ندارد، حق گپ زدن ندارد. حالا یتیموف شاید که یک بازی است که اگر به دست مردم سلاح داده باشند، من پیشتر هم گفتم، حالا نیاز پیدا کردن به دست اون مردم که تا 2 روز اکستریمیستش میدانست و تروریست میدانست و از همون مردم هم پول گرفتن. من بسیار از این بچه‌ها که در نوار دیدم، اینها با دادن $10,000 با همون امنیت و با همون پلیس اسفره آزادی خود را خریدگی هستند و امروز باز یتیموف از اونها کمک میخواهد. خیلی خوب، اما یتیموف باید دیگر فکر کند که بعد چیکار میکند بعد از این حادثه چارکوی واروخ. من فکر نمیکنم که یتیموف دنبال یگان بازی کلان باشد. اصلا این قدرت و جسارتی دست دادن به یک بازی کلان خودش رو ندارد. اما یتیموف میتواند بازی را در سطح همون اسفره و در سطح اپوزیسیون یا اینا انجام بدهد که و من این بازی ها را خوب میدونم و این بازی ها را هم بلد هستند. این دیگر برادر عزیز وظیفه ما و شما هست، وظیفه اون مردم اسفره است که اجازت ندهد که دیگر یتیموف با کسی بازی کند. اگر اجازت را داده، یتیموف چه یک اپراتیونی که امنیتی یک اوچاسکوی پلیسی هم باز با ما بازی خواهد کرد. دیروز میبرد لط و کوب میکرد، پول میگرفت. امروز برادر همون با اون برادر مبارز برادر هست، هر دو پهلوی هم هستند، باز میتواند همون نامردی پیشینه رو کند. بنابر همین برادر عزیز، من این قضیه رو به خود شخص یتیموف ربط نمیتیم، بلکه مسئله بالاتر از یتیموف است و باید که به این حد مسئله را محدود نبینیم. خب سوال دیگر آمده است که جمشید یاروف نوشت غلبه دیپلماتی تاجیک غلبه ارتش و ملت را به 0 برابر خواهد کرد. نظرتون چیست؟ من متاسفانه نظر جمشید یاروف را نخواندم، شاید که در فیسبوک یا جای دیگر نوشته باشد و اما من با جمشید یاروف هم فکر هستم که این نگران است برادر ما جمشید که باز نشود مثل پیروزی‌های دیپلماتی گذشته تاجیک در اینجا هم باز همین غلبه و پیروزی سربازان و مردم جسور تاجیک را همچون پیروزی دیپلماتی تاجیک و مسئولین اعلان کنند و ما نباید این را اجازت بدیم. دوستان عزیز، باید که مردم طلب کنیم که اسلوف، یتیموف و هر کسی که در اونجا است روزانه بیاید از میدان به مردم گزارش بدهند. در پیرگوارها چی میگویند؟ چرا تاچیف میاد هر پیرگوار رو در نزد مردم گزارش میدهد و یتیموف گزارش نمیدهد؟ برای اینکه یتیموف برای خودش میخواهد که یک زپاسنوی خود ماند. بعد وقتی که عقب نشینی کرد، بعد بگوید که این گفت‌وشنیدهای پوشیده بود. با چند تا کارشناس و سیاستمدارهای آب صاف کنک‌های دیگر دارند که میگویند که باید که این گفت‌وشنیدها پس پرده انجام شود. و پس پرده از کی؟ پس پرده از دیگران، نه اینکه از ملت و از مردم خودت. بنابر همین من امید دارم که این دفعه دیپلمات‌های ما پیروزی مردم تاجیک را پیروزی خود اعلان نکرده به باد نخواهند برد. حالا بگذار این پیروزی حفظ شود، مردم احساس کنند که در این داد و گرفت‌ها طرف تاجیکستان حالا پیروز هم نشد، حداقل نباخت. بعد بگذار رحمانوف این را پیروزی خود اعلان میکند، یتیموف میکند، اسلوف میکند، هر کسی میکند دیگر کردن بگیرد. مهم این که در میدان این پیروزی از دست نرود، نشود که مثل همون پیروزی 10 سال قبل بیشتر از 1000 کیلومتر مربع تریتوری تاجیکستان را که در مقایسه با این زمینی که امروز با قرقیزها بحث داریم صدها مراتب بیشتر است. اگر هزارها مراتب بیشتر نباشد، صدها مراتب بیشتر زمین را دادیم و پیروزی دیپلمات خودم اعلان کردیم. از دست دیپلمات‌های تاجیک و حکومت تاجیکستان این کار می آید. من امیدوارم که این کار این دفعه تکرار نخواهد شد. خب سوال چهارم، بعضی‌ها معتقدند که طرف قرقیزستان در میدان اطلاعاتی دستی بالایی داشته است، حتی بازتاب حوادث در رسانه‌های خارجی بیشتر از
زاویه طرف قرقیزستان صورت گرفت. چرا حکومت تا این حد خاموش است؟ این خاموشی بیانگر چیست؟ دوستی از این من پیشتر گفتم که این خاموشی بیانگر اون است که حکومت ما جسارت و شجاعتی با مردم صحبت کردن ندارد. از روزنامه‌نگار میترسد، از رسانه آزاد میترسد، از مردمش میترسد. اونا عادت کردن که در همین حالت خاموشی دور از ژورنالیست‌ها کار کنند. مثل همون کورشاپرک ها که از نور آفتاب میترسد. کورشاپرک در تاریکی خیلی راحت کار میکند، حتی شکارش هم در شب میکند، در روز پنهان میشود در یک تاریکی در غار. حکومت تاجیکستان دقیقاً مثل کورشاپرک رفتار میکند. باید رسانه آزاد نباشد، تلویزیون نباشد، ژورنالیست‌ها قوی نباشند، اپوزیسیون نباشند. اینها پس درهای پوشیده تجارت کنند، اقتصادشان، گفت و شنیدشان. و این دیگر وظیفه ما از دوستی عزیز. منم قبول دارم، در صحبتم گفتم که در سطح جهانی وقتی که ما رسانه‌های آلمانی، انگلیسی و حتی فارس زبان را پیگیری میکنیم، بیشتر نقطه نظری حکومت قرقیزستان است. اقتباس میکنن تاشیف را، پرزیدنت قرقیزستان را، برای اینکه پرزیدنت قرقیزستان صحبت کرد، اما هیچ کس یگان منصبداری تاجیک را اقتباس نمیآورد، برای اینکه همه خاموشند. و اون چیزی که الان ما و شما کرده ایستاده، من نمیدونم، شاید 10% مردم تماشا میکنند، 20%، شاید 5%. و رسانه‌های خارجی که ما رو اقتباس نمیکنند، چون ما رسانه رسمی نیستیم. من وزیر نیستم، من رئیس پارلمان نیستم، پرزیدنت نیستم که مردم خارجی بیان ما رو اقتباس کنند. بنابراین ما باید طلب کنیم، تقاضا کنیم که رحمانوف بیاد صحبت کند، رحمانوف در میدان باشد، یتیموف صحبت کند، اصلوف صحبت کند. رئیس پارلمان در کجا است؟ وکیلان در کجا هستند؟ اونا چرا خاموش هستند؟ مگر وکیل مردمی نیستند؟ بنابراین دوستان عزیز، این خاموشی بیانگر اون واقعیت کلی و اون حالت کلی تاجیکستان است. اگر حکومت اون ماهواره اپوزیسیون تاجیک را، بچهای ما را اگر نمیزد، ببینید با میلیون ها دلار از پول ملت تلویزیون مردم را، تلویزیون مهاجرین را زد، خراب کرد. همون تلویزیونی که امروز باید میدان مبارزه اطلاعاتی میشد، به مردم خبر رو میرسوند. حکومت نه از تلویزیون خودش به مردم معلومات میرساند، تلویزیونی که از پول مردم بود این را هم با پول مردم زد، خراب کرد و امروز در یک حالت واکوم اطلاعاتی مونده است. طبیعی است که طرف قرقیزستان دستش بالا می شود و اونها جنگ اطلاعاتی رو برده ایستادن. بنابر همین دوستان عزیز، ما و شما ما هم ملت هستیم دیگر. اگر حکومت اشتباه میکند، چرا ما منتظر باشیم که حکومت گپ زند؟ ما و شما دستتون درد نکند. حالا کانال افق دیدم خیلی فعال است، پیام تیوی، اصلاح، برادران گروه 24. ما و شما دیگر باید شبانه روزی این میدان را به مردم بدهیم و مردم خبرهای دقیق را بفهمند. اما یک خواهش دارم، هیچگاه خبری دروغ، هنگام‌آمیز، خبری که مردم را ناامید کند، به تهلکه اندازد، روحیه مردم و سربازان تاجیک را بشکند، این گونه خبرها را پهن نکنید، بلکه خبرهای را پهن کنید که مردم، سربازان ما در جبهه روحیه بگیرند و این چنین خبرهایی که برای دوستی و رفاقت و همسایگی با مردم قرقیز مساعدت میکند. به هیچ وجه من خواهش میکنم از مردم قرقیز دشمن نتراشید، از مردم قرقیز یگان دیو و یگان وحشی نتراشید. مردم قرقیز یک مردم بسیار مصالحت آمیز است، صلحجو هست، جسور هست، با ما همسایگی دارد. بله، سیاستمدارها امروز این دو ملت رو به هم جنگ انداختند، باید که ما باز راه حل پیدا کنیم. در این چارچوب انشاءالله که امیدوارم که مردم کار خود را ادامه خواهند داد. خب در روزهای سخت و حساس در میدان اطلاعاتی باز همان رسانه‌های مستقل از جمله ازیا پلس، آزادی و رسانه‌های مربوط به مخالفین خیلی فعال هستند. معلوم شد که در این روزها ملت به رسانه‌های قوی، جامعه شهروندی قوی و از جمله مخالفین قوی نیاز دارد. آیا حکومت از این روزها درس برای آیندهش خواهد گرفت؟ دوستی عزیز، من در صحبت قبلی هم پیشتر گفتم، امیدوارم که حکومت اکنون اشتباه خود را درک کرد و فهمید که چه اشتباهایی کرد وقتی که اپوزیسیون را زندانی کرد و ضعیف کرد و نابود کرد، وقتی که رسانه‌ها را ضعیف کرد، وقتی جامعه شهروندی را از بین برد، روحانی‌ها را، دامله‌ها را شکست و از بین برد. امروز خودش در مقابل مشکلات تنها مانده است و
باز هم ملت یک بار دیگر آمد امروز کمکش کرده ایستاده است. اما بداند که این دیگر بار آخر است. از این به بعد ملت خودش دیگر مسئولیت رو به دست خواهد گرفت. دیگر دوستان عزیز، ما منتظر نشیم که باز حکومت تاجیکستان بیاد اجازت بده تو اپوزیسیون قوی شود و ما برگردیم. و چرا از حکومت این رو انتظار داشته باشیم؟ شاید حکومت این گونه برنامه هم ندارد. این مشکلاتش که رفع شد باز برمیگردد به همون سیاست‌های پیشینش. من حتی باور دارم که در همین شب و روزم اینها از دشمنی علیه ما دست نخواهند برداشت. اما ما و شما باید این حق را، این حق ملت را از دهان شیر باید بگیریم. ما خودمون رسانه قوی تشکیل کنیم، ما خودمون جامعه شهروندی قوی تشکیل کنیم، ما خودمون برگردیم به وطن. ما باید مهاجرین خود را قوی کنیم و مهاجرین را برگردونیم به وطن. من امروز در یک صحبت که یک جوانی مهاجر میکرد دعوت کرد از همه هموطنان که 3 ماه 6 ماه در وطن بیستید. کجا نوبت ایستادید برای بلیط گرفتن به روسیه رفتن؟ برای چی میروید؟ که باز همون کرونا ویروس و همون غلامی و همون جمع شد و روشن شدن. بیستید در وطن خودتان. شما که قوی شده در وطن، رحمانوف مجبور می شود که خودش را تغییر کند. تقدیرتان را به دست بگیرید، بعد جامعه شهروندی قوی می شود، رسانه های قوی می شود. با گفت شاعر، خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. دهقان تاجیک در روسیه برای دیگران کش کند، ساختمانچی تاجیک در روسیه برای دیگران ساختمانی کند، مهاجر تاجیک امروز در آلمان مجبور است برای دیگران کار کند. پس تقدیر ما در دست کی است؟ در دست همین رحمان و در دست یتیموف و در دست 4 کروپشنر دیگر که پول ما را می‌دزدد، بچه‌های ما را زندانی میکند، حجاب و ریشی مردم را از سرش میکشد میگیرد. در وقتی که زورش آمد باز ما برای وطن و ملت هستیم در مبارزه و باز وقتی که مشکلات حل شد تمام باز ما شکایت میکنیم، نالیش میکنیم که ما جامعه شهروندی قوی نداریم، رسانه قوی نداریم. چرا فقط از پلیس و آزادی و اپوزیسیون میگید؟ این همش عیبی ما هست، مشکلات در خودی ما است. برای همین من گفته ایستادم که از این به بعد باید که دیگر این جریان بیداری ملت، برگشتن ملت به ننگ و ناموسش را قطع نکنیم بلکه قوی‌تر کنیم. و من باوری دارم که رحمانوف از این روز به بعد، یتیموف، رحمان، رمضان رحیمزاده، همه این کسانی که تا امروز نسبت ملت تحقیر میکردن، با مسخره نگاه میکردن، از منبرهای بلند اینها عقیم ماندن، اینها نمیدونم خرافات پرستن، اینها بیگانه پرستن، من بعد این حرفا را نخواهند زد و ما هم اجازت نباید بدهیم. حالا دیگر از ما و شما وابسته است که در آینده چیکار میکنیم. اگر در آینده باز اجازه دادیم که رحمان باز با همون کر و فر، با همون گویا که یک شاهی یک کشوری بیگانه باشد به واروخ سفر کند، باز مردم واروخ با همون گل و گلدسته پیشواز بگیرن گویا که شاه اردن و شاه عربستان سعودی یا ملکه الیزابت را پیشواز گرفته باشند، اگر همون خیر رفتار کردیم بدانید که رحمانوف هم همین خیلی باقی خواهد ماند، یتیموف هم همین خیلی باقی خواهد ماند. اما اگر رحمانوف این دفعه سفر کرد به سوخت، با او مردم سوخت پیشواز نآید، با گل و گلدسته، با سرودخوانی، با رقص و بازی و با کرته چکن در فصل زمستان، بلکه رحمان رو بیاد، رحمان راست با موزه و با لباس نظامی بیاد به چارکوه، بیاد به واروخ، مثل که تشریف میکند، مثل که پرزیدنت قرقیزستان میکند. شما مگر پرزیدنت قرقیزستان اون به فکرم قبلیش بود به بادکنت آمد مثل رحمانوف پیشواز گرفتن؟ نه، همچون پرزیدنت خودشون پیشواز گرفتن، همچون شهروند تاجیکستان. رحمانوف با واروخ و با چارکو و با ولایت سوخت به یگان کشور بیگانه نمی رود. اصلا ما و شما رحمانوف را به این شکل کردیم، با این پیشوازها و با این تملق و خوشامدزنی که رحمانوف واقعا وقتی که سفر میکند فکر میکند که او از یک سیاره دیگر به یک سیاره دیگر سفر کرده شده است. فراموش میکند که اون شهروند این تاجیکستان است، از طرف این مردم انتخاب شده است برای خدمت کردن، نه برای دوغ و پوپیسه و برای دزدی و غارتگری. بنابر همین من باز تکرار می شود، مجبور می شوم برگردم گاها هنگام جواب دادن به این سوال ها، ولی این سوال ها مثل که همیشه ما را برمیگرداند به همون یک مشکلی که چرا این رو نداریم، چرا اون رو نداریم. برای آن نداریم که ما همون تاجیک پیشینه باقی ماندنی هستیم. اگر بعد از این تاجیک عوض شد، رحمانوف هم ان شاء الله عوض می شود.
خب جناب کبیری موقع خود و طرفدارانش را چرا عاید 3 شبانه روز شدن جنگ های نزدی مرزی با قرقیزستان نمیگوید؟ دوستی عزیز، چرا 3 شبانه روز؟ ما 2 شبانه روز شد، خودم در منبر هستم، گپ زده ایستادم. برادران ما، خواهران ما شبانه روز 24 ساعت ها تشکیل کردن، در خارج گپ زده ایستادن. برادران و خواهران ما در داخل چارکو و اسفره و در تمام سراسر کشور هستند، در پهلوی سربازا. یک کمتر انصاف هم در کار است. ببینید برادر عزیز این را، حالا اگر شاید این را به خاطر یک کمتر تحریک دادن ما گفته باشد، مطمئن باشد که دیگر ما نیاز به تحریک دادن و به این بیدار کردن ناموس نداریم. خود همین حکومت، خود وضعیت تا اون حد ما را تحریک داده است، ناموسمان را بیدار کرده است که دیگر ملت تاجیک نیاز به این گونه حرفا ندارد. من در صحبت قبلی هم گفتم که دیگر ما یکدیگر رو با این حرفا امتحان نکنیم، ما یکدیگر رو با عمل امتحان کنیم. اپوزیسیون تاجیک، کبیری، پیما، نهضت، تمام این گروه ها، نه اینکه در این 3 شبانه روز، چندین ماه است که در پهلوی مردم هستند، درباره واروخ و چارکو درباره این قضیه گفته ایستادند. برعکس حکومت و طرفداران حکومت ما را متهم کرده ایستادند که ما از این وضعیت سوء استفاده کرده ایستادیم و حکومت و تاجیکستان نیاز به کمک ما ندارد و ما خودشان مشکلات را حل میکنن. ما دیده ایستادیم چگونه حل میکنن. باز هم رو میارن به همون 4 جوان تاجیک، باز همون به همون کسانی که تا دیروز اکستریمیست میگفتن. بنابراین برادر عزیز مطمئن باشد که ما در پهلوی ملت هستیم و خواهیم بود. خب سوال است آیا این حادثه ها به ترک قوای حربی امریکا از افغانستان و نیت جایگیر کنی بعضی حربیش در کشورهای آسیای مرکزی رابطه دارد؟ برادر عزیز، من دقیق نمیدونم که آیا این حادثه ها به جایگیر کردن بعضی حربی امریکا در آسیای مرکزی ربط دارد یا نه، اما من یک چیز را عمیق میدونم و بعضی تحلیل های بسیار سیری داخلی دست ما هم رسید و بعضی معلومات هم. این حادثه ها به بازی های کلان ژئوپلیتیکی در منطقه ربط دارد. در اینجا تنها نمیتواند امریکا باشد، بعضی کشورهای دیگر هم در اینجا بازی های منطقوی خود را کرده ایستادند و میخواهند که با وجود آوردن یک تنش اداره شونده در منطقه باز بیایند با چهره صلح آفرینی و میانجیگری وارد کار شوند و فشار را بالای طرف ها بیارند. و خیلی جای تأسف است که حکومت های هم قرقیزستان هم تاجیکستان به این بازی ها داده شده ایستادند، به خصوص حکومت تاجیکستان که تمام قرطه های ملی ما را در اختیار ابرقدرت ها و در اختیار همسایه کشورها داده است. با این فسادکاری و با این دزدی و با این سیاست های پس پردگیش دیگر هر پرزیدنت یا هر کشور دیگر میتواند با رحمانوف از موقع بالا صحبت کند و این جای افسوس است. اما من دقیق گفتن نمیتوانم که آیا امریکا میتواند در آسیای مرکزی بعضی حربی خود را به وجود بیارد، آیا کشورهای منطقه این را اجازت خواهند داد یا نه، اما یقینا این به بازی‌های منطقه‌ای ربط مستقیم دارد. یک نفر سوال داده است وقت نزاع پیدا می شود طبیعی است که میانروها نیز پیدا می شوند و حالا خدا میگویم تا روس در بین پس ریدینگ نشود. خیلی سیاست های پلید دارند در کرمل، هر جا نزاع تشکیل میکنند و خود بهره میبردارند. اگر به میانروی کار نمیشد باشد بگذار قزاقستان و ازبکستان باشد تا روسیه بودند. قرقیزستان با ایران نیز مناسبت خوب دارد، اما ایران به کفالت دادهش وفا نمیکند مثل روسیه. نظر شما چیست؟ دوستی عزیزم، نباید در این مسئله به کسی اعتماد کرد و به کسی باور کرد. اگر کشورهای دیگر روسیه، ایران، ازبکستان، قزاقستان، من شنیدم که اتحاد اروپا هم میخواهد میانروی کند، اگر اینها کمک خود را رساندن میخوان چرا نه؟ بگذار اینها میانروی کنند، بگذار کمک کنند، اما باید کار در دست ملت قرقیز و تاجیک باشد. مسئولین تاجیکستان و قرقیزستان باید بیشتر وارد کار شوند. و بله، ما در تجربه صلح تاجیکان دیدیم که اینا کفالت دادن میگیرند، روسیه کفالت میدهد، ایران کفالت میدهد، اما در روز اساسی دیگر میدان رو خالی میکنن، هر کس دنبال منفعت‌های ژئوپلیتیکی خودش است. بنابر همین
من چندان راضی نیستم با اون که گویا روسیه در اینجا نباشد و روسیه بازی خود را دارد. بله، روسیه بازی خود را دارد، ایران بازی خود را خواهد داشت، آمریکا بازی خود را خواهد کند، حتی ازبکستان و کشورهای منطقه هم که چندان قوی نیستند بازی خود را خواهند کرد. ما نباید اجازه بدیم که با ما بازی کنند. اگر ملت تاجیک متحد باشد، با هم باشد، این نفرت پراکنی و دشمنی و این رقابت‌های داخلی را در میدان سیاست داخلی کنیم، نه در میدان خارجی، هیچ کس با ما بازی کردن نمیتواند. بگذار روسیه وارد شود، ایران وارد شود، ازبکستان وارد شود، حرف اول و آخر را خودی ما خواهیم زد. خب یک کس سوال داده است خاموشی روسیه را چگونه شرح میدین؟ نه، روسیه خاموش نیست. الکی پسکوف سخنگوی پوتین هم موقع خود را گفت که آماده هستند میانجیگری کنند، ولی اونا منفعت‌های خود را دنباله‌گیری میکنند. هیچ کس با منفعت تاجیک و قرقیز در اونجا کار نخواهد کرد. بنابراین روسیه در اینجا خاموش نخواهد ایستاد، چون اگر در منطقه خدای نکرده جنگ کلانتر شود بر ضرری هم است، از اون جمله بر ضرر روسیه هم. خب مثل که باز سوال آمده است، شما میگید اینجا تنقید نمیکنم ولی در 30 دقیقه صحبت فقط تنقید حکومت بود. آیا این خودش یک نوع کسب خالی سیاسی یا از مصیبت مردم نیست؟ خیر، حالا حکومت چنین است، شما برای مردم چه پیشنهاد دارید؟ چرا یگان پیشنهادی مشخص نمیکنید؟ آیا شما در خارج میتوانید حداقل پشتیبانی دیپلماتی و اطلاعاتی از قضیه واروخ انجام دهید؟ برای این کار آماده هستید؟ بله برادری عزیز، شاید 30 دقیقه نه، شاید 50 دقیقه از حکومت تنقید کرده باشم و چرا از حکومت تنقید نکنم؟ من گفتم که ما مسئله های دیگر را با حکومت کنار میگذاریم و تنقید نمیکنم. درباره دزدی هایش، درباره شکنجه هایش، درباره نامردی هایش در سازشنامه و در مناسبتش با اپوزیسیون، اما در مسئله واروخ و چارکو، در مسئله خاموشی حکومت در این شب و روز چرا تنقید نکنم؟ این وظیفه من است، وظیفه شما است. یتیم و خاموش است، رحمان و خاموش است. من بیام به اون که بارکالله آفرین همیشه خاموش ایستادن بگیر، سرباز تاجیک در اونجا شهید شود، چارکوی و واروخی شهید شدن بگیرد، مردم ندانند که چیکار کنند. یعنی وظیفه من همین است. من گفتم که من از رحمانوف برای اون جنایت‌های پیشینش در این شب و روز تنقید نخواهم کرد و دیده است که نگفتم یگان مسئله رو، اما در مسئله واروخ و چارکو چرا؟ این وظیفه من است، وظیفه شما است باید اینها رو بگیم. برای من گفتم که اون وعده من دادم که در دیگر مسائل تنقید نمیکنم، با قضیه اصفهان و چارکو هیچ ربط ندارد. اصلا این تنقید هم نیست، این راه حل است. شما گفتید که چرا یگان پیشنهادی مشخص نمیکنید؟ برادری عزیز، من پیشنهادی مشخص کرده ایستادم داملا نعیم جان رو آزاد کنید. این کمک میکند و مگر شما باور ندارید به همین حرف من؟ شما که الان مرا شنیده ایستادید، مدام سوال دادید، حتما میشنوید. همین پیشنهادی مشخصی من پیشنهادی بد است؟ داملا نعیم جان پیر معنوی مردم اصفهان هست. من میدونم، من در وقتی که من با داملا نعیم جان سفر میکردم ولادیواستوک، ایرکوتسک، یکاترینبورگ، در اونجا برادران اصفهانی و از ولایت سوق تجارت دارند، در بازارهای این خرید و فروش مواد خوش در دست برادران سوقدی ما هست. من میدیدم که مناسبت مردم با داملا نعیم جان چگونه است. ما یک جای سفر میکردیم، ما گویا که به تاجیکستان سفر کرده ایستادیم و این رو من بیهوده نمیگم که چرا نمیگم که محمد علی حییت و سید عمر رو همین شب روز حکومت آزاد کند یا زید سعید و بزرگ مهریار رو، برای آنکه در قضیه اصفهان هیچ کدام اینها برابر داملا نعیم جان و برابر عزت امان کمک کرده نمیتونند. مگر این پیشنهاد مشخص نیست؟ این یک پیشنهاد مشخص هم. پیشنهاد مشخص دیگرم را تکرار میکنم. گفتم که حکومت تاجیکستان وزارت‌های قدرتی هر روز بیان به مردم گزارش بدین. مگر این پیشنهاد مشخص نیست؟ باز چی بگویم؟ در مسئله آن که از پشتیبانی دیپلماتی، بله من همین شب و روز دیروز با برادران پیمانم گفتم در این شبکه افق دیر وارد شدم، چون که من با قرقیزهای در اروپا بوده، با بعضی سازمان‌های اروپایی که تجربه میانجیگری دارن، ما در گفتگو هستیم و چی کار کنیم که این پتانسیل مردمی، پتانسیل روحانیت، پتانسیل دیپلماتی غیر رسمی را،
این را با نام نرادنی دیپلماتی میگن، این را قوی کنیم که به دیپلمات ها و مقامات رسمی هر دو طرف کمک شود. خب از دست من دیگر چی میآید؟ من نه وزیر هستم نه حکومتدار هستم، یک مهاجر گریزه هستم که از دست همین حکومت و شاید که شما هم طرفدار حکومت باشد از دست همین شماها فراری شدیم. اما با وجود این هم در چارچوب اون امکانیت هایی که دارم و داریم با این برادران و خواهران همراه هم مسئولیت خود را انجام داده ایستادیم برادری عزیز. بنابر همین نگوید که ما پیشنهادی مشخص نمیکنیم و نگوید که حکومت را در این شب و روز برای این کمبودیاش در قضیه واروخ تنقید نکنیم، نه. اما تا آخر رمضان، تا این یگان هفته دیگه که قضیه واروخ و چارکو حل شود، ما درباره دیگر موضوع انشاءالله که صحبت نخواهیم کرد و از دیگر دوستان فعال در شبکه هم خواهش دارم که این قاعده را رعایت کنند. امروز تنها و تنها مسئله ما مسئله اسفاره است. اگر تنقید داریم حکومت را میکنیم درباره اسفاره، اگر تعریف داریم فقط درباره اسفاره خواهیم کرد. خب سوال: آیا شما جوره موید یا خیس یا شعار ورق میاو نرادا مای دروغ رو استفاده کرده ایستاده؟ برادری عزیز، من ایشون اون انکدوت یا لطیفه تاجیکی رو به خاطر آورده، بسیار خوب. نه اینجا دوست خیس هستیم نه دوست کسی دیگر، ما شهروند تاجیکستانیم، دوست ملت تاجیکیم و با برادران و همسایه قرقیز هم همسایه هستیم. این روزها میگذرد برادری عزیز. حالا من خیلی چرا رحمانوف چرا یتیموف نمی آیند صحبت جدی کنم و خیلی دلشون میخواهند که امروز ما بیایم از مردم قرقیز دشمن بیتراشیم، از قرقیزای همسایه وحشی بیتراشیم و خودشون دیپلمات های خوب فردا میخواهند که باز قرقیزا اون مال کنترابند و دزدی رحمانوف رو از مرز اجازت بدین و بگن که ببینید ما در همون شب و روز اپوزیسیون تاجیک با شما جنگید، مجاهدا جنگیدن، مردم چارکو اسفاره با شما جنگید ولی ما نبودیم. من یگان چیزی شما نگفتم. برادری عزیز، این بازی های حکومت رحمانوف دیگر نمیگذارد، مطمئن باشید. ما در این شب و روز دوست ملت تاجیکیم، اما دوست رحمانوف هم نیستیم و دشمن قرقیز هم نیستیم. با رحمانوف میدونیم چی کار کنیم، اما این شب و روز نه. بنابر همین خیلی شفاف و آشکار گفته ایستادیم مردم تاجیک، سربازان تاجیک باید از یک وجب خاک تاجیکستان باید دفاع کنن. این کاری که کردن تا این شب و روز بهترین کار بود و این را باید حفظ کنن. دیپلمات‌های تاجیک باید که این دستاورد مردمی را باید در گفت و شنیدها پشتیبانی کنن و یک قدم هم عقب نشینی نکنن. اگر میخواهند که مردم با آنها باور کند، هر روز بعد از گفت و شنید بیاد در نزد میکروفون ها با مردم گزارش بدهد. مگر ما یگان چیزی غلط گفتیم، یگان حرفی ناجا گفته ایستادیم و شاید بعضی حاضر بیان بعد بگن که در همین شب و روز هم کبیری یا پیمان ملی تاجیکستان باز حکومت رحمانوف را تنقید کرد، باز قرقیزا را دوست و برادر خواند یا اینکه مسئله را به شکل دیگر مطرح کرد. بله برادری عزیز، ما هیچ وقت بازیچه دست دیگر کسی نخواهیم شد، از آن جمله از رحمانوف هم، بلکه خیلی شفاف و آشکار تقدیر ملت را، منفیت های ملت را، یک قسمتش را در چارچوب اون امکانات ها در دست خود خواهیم گرفت، چون این ملت ملتی ما هم هست. مردم واروخ و چارکو برای ما بیگانه نیستند، اما دیگر اجازه نخواهیم داد که مثل پیشینه، مثل اون سالهای قبلی که رحمانوف وقتی که در سال 2012 بود به فکرم زورش آمد، حاجی حلیم، شاه، ملا عمر، ایشان جنایت جمع کنید مجاهدها را، با من گفتن که اپوزیسیون را روح بلند کنید، با این بچه ها صحبت کنید که اینا با یک روحیه مبارزه و جهادی برن در اسفاره. بعد از آن که این کار انجام شد همه را کشتن، زندانی کردند و همه را منع کردند. میخواهید که باز اپوزیسیون یک بار دیگر همون فریب را بخورد؟ با این که حالا شما جوره موید یا خیرس، ما جوره شماییم، دوست شماییم، دوست ملت. اگر شما هم با ملت هستید، اما اگر شما با خیرس هستید، دوست خیرس هستید و میخواهید مسئله را از نگاه منفیت های شخصی و گروهی رحمان ببینید، نه، مطمئن باشید که دیگر ما و ملت تاجیک این را اجازت نخواهیم داد و این بازی بار دیگر نخواهیم افتاد. البته ملت اسفاره، مردم چارکو هم میدانند و حتی نیاز به این
نصیحت و راهنمایی کردن من هم ندارن. اما من یک بار دیگر باز از باب تذکر با آنها گفتم و خداوند شما را هم نگهبان باشد و شما هم در پهلوی ملت باشید. یک سوال آمده است که طالب ایامبکوف جوان جسور شهر خارا گفت ما همه برای حفظ مرز و بوم وطن آماده‌ایم و با واروخ رهسپار شدیم. آفرین و دست این برادر درد نکند. واقعا این گونه طالب‌ها تنها در بدخشان نیستند، این گونه طالب‌ها در سراسر کشور هستند. برادران مسجدی من شنیدم که تا 500 نفر حرکت کردند، برادران حصار و ونج و دوشنبه و وحدت، اینا همه حرکت خواهند کرد. حتی بعضی پیام‌ها به ما رسید که بعضی حتی از مردم اصفهان هم در داخل که رفتن در عدل میلیشیا و امنیت و آمادگی نشان دادن برای رفتن به جبهه و مبارزه، اونها رو آماده کرده ایستادن، اما خودشون میگن ما رو در همینجا نگه داشته ایستادن. نه رها میکنن که بروند به جبهه، نه رها میکنن که بروند به منزل هاشون، نمیدونن چیکار کنن. یعنی ببینید حتی در همین حالت دشوار حکومت تاجیکستان و مقامات قدرتی تاجیکستان باز با ملت بازی خود را کرده ایستادن. من دست برادر طالب را میفشورم این پیام ما را برسانید به او و به همه برادرانی که امروز به طرف واروخ حرکت کرده ایستادن. نوار کوتاهی را به من فرستادن که شاه اسکندرف هم حرکت کرده است. خیلی کار جوانمردانه است. باید همه ملت حرکت کند به طرف واروخ، به طرف چارکوه و در پهلوی سربازان و مردم باشند. باز تکرار میکنن، اما یادتون نرود مقامداران، حکومتداران که همین طالب همون طالب است، شاه همون شاه است و همین مردم بدخشان اون روزهای را، مصیبت‌ها را که به سرشون آورده مردم یادشون نرفته است. باز نشود که در این بازی‌های سیاسی خودتان بار دیگر مردم را گرفتار کنید. من مطمئنم که دیگر برادران عزیز ما هم این اجازت را، این امکانات را به کسی نخواهند داد. خب از مسجد عکس‌ها رسید که صدها جوانمردان تاجیک برای همدلی با مردم اصفهان و دفاع از مرز و بوم در این ناحیه جمع شدند و آمادگی خود را برای دفاع از مرز اعلان کردند. این یک عمل به سابقه است. آیا این تاثیر دارد بر روحیه ارتش تاجیک و مردم مبارز منطقه مرزی؟ بله برادر عزیز، 100% تاثیر دارد. روحیه سربازان، روحیه مردم اصفهان بالا می رود. مردم قرغیز علاقه در تمام سراسر قرغیزستان میتینگ تشکیل کردند و برای موبیلیزاسیون اعلان کردند، برای روح بلند کردن خودشون. و منم در صحبت که با زبان روسی کردم گفتم که مردم قرغیز بیایند به جای آنکه موبیلیزاسیون برای جنگ میکنن، موبیلیزاسیون برای صلح کنن. اما چون اونها کرده ایستادن، مردم تاجیک هم حق دارد و باید این کار را بکند. اما خواهش میکنم وقتی که مردم را روح بلند میکنید، سربازا را روح بلند میکنید، به هیچ وجه در این صحبت ها، در این جمع آمدها و گرد همایی ها یک حرف دشمنانه علیه مردم قرغیز نباید صدا بدهد، بلکه هدف تنها دفاع از مرز و بوم و پشتیبانی از جوانمردان چارکو واروخ باشد. و من تنها، چرا در مسجد تنها، چرا همین گونه جمعشوی جوانمردها در ناحیه های دیگر نمی شود؟ در ولایت سوق، در ولایت بدخشان کوهی، حالا من در باره مردم بدخشان دیگر حرف ندارم، اینا در هر ناحیه می توانند جمع شوند و حرف خود را بزنند. اما در شهر دوشنبه، در حصار، در وحدت، در کلاب، در قرغان تپه، چرا در این منطقه نشود؟ حالا شاید که مقامات محلی اجازت نمیدن و فکر میکنن که اگر مردم برای قضیه واروخ هم اگر جمع شدند، فردا دیگر این ترس میشکند و مردم میآیند برای طلب کردن حق خود، برای مثلا آزادی‌های بیشتر باز جمع میشن، میتینگ میکنند. شاید حکومت از این میترسد، اما دیگر حکومت نترسد. چرا؟ برای اینکه ملت این کار را حتما خواهد کرد. مردم خراسان برای حق خود کرد، مردم بدخشان کرد، مردم دیگر جا هم کرده ایستادند و خواهند کرد. آیا خوب نیست که همین کار رو برای دفاع از مرز و بوم کنند؟ چرا دیگر پیش روی جسارت و شجاعت مردم را میگیریم به هر بهانه؟ دیگر من حالا این برادر پیشنهاد کرد که چرا توصیه و پیشنهاد مشخص نمیکنید. یک پیشنهاد مشخص دیگر به حکومت، از این مشخص‌تر دیگر گفتن نمیتونم.
دیگر پیش راه فعال بودن مردم تاجیک را نگیرید. حکومت قرقیزستان مردم فعال را تربیت کرد. هم خود حکومت را چپه میکند، میتواند، هم هر روز میبینید که در صدها شهر و ناحیه‌ها الکی میتینگ رفته ایستاده است، مردم را سفربر کرده ایستادند و این را مردم قرقیزستان، حکومت قرقیزستان میخواهد، ترس مردمش رو نمیشکند. پیشنهاد مشخصی من همین است، از این به بعد دیگر ترس مردم را با وجود نآورید، فعال بودن مردم را پیش راهش را نگیرید و بگذارید که مردم تاجیک هم چقدر که الان جسارت خود را، اون جسارت نهفته‌اش را نشان داده ایستاده است، اون را نشان بدهد، از آن جمله ضد شما هم. بله میدانم که برای شما داشتن یک شهروند جسور، شهروند فعال بسیار هم با گفت مردم نیودابنی هست، بسیار هم نمیخواهید. برای شما یک شهروند در کار است که بترسد، فعال نباشد، تنقید نکند، نلاگ را بسپارد، با شما هم باز رشوه بدهد، در روسیه کار کند، پول بفرستد. برای شما این خیل شهروند در کار است. اما از این به بعد دیگر شهروند تاجیکستان این گونه نخواهد بود و ما تمام کار را خواهیم کرد که تاجیکان هم مثل تمام دنیا فعال باشند، آزاد باشند، شجاع باشند. اما بهتر این است که از همین روز شروع کنیم، ما و شما یک جای شروع کنیم. شما خودتون به مردم اجازه بدید که دیگر میتینگ کنند، حرکت کنند و انشالله که در آینده حکومت هم از این استفاده خوب خواهد کرد، اگر به شرط شما این را بخواهید. اگر نخواهید بدانید که این شجاعت مردم، جسارت مردم یک روز نه یک روز دید شما هم روانه خواهد شد. خب دوستان عزیز، دیگر سوال ها مثل که تا این لحظه تمام شدند و من از برادران مسئولم خواهش میکنم که دیگر سوال قبول نکنم. حالا اشاره کرده استان که بعضی سوال ها هست، اما با صحبت بعدی خواهیم گذاشت و الکی ما نزدیک 2 ساعت است که در خدمت شما مردم عزیز هستیم و انشاءالله که باز دیگر برادران این روند را ادامه خواهند داد در دیگر کانال ها، در شبکه اصلاح افق یا پیام تیوی این صحبت ها ادامه خواهد داشت. من خواهش میکنم که دیگر باز این مسئله ها را در اون شبکه ها پیگیری کنید و تا صحبت های بعدی در پناه خداوند منان باشد. بخصوص به مردم شجاع و دلیر اسفره در این شب و روزها، در این ساعت ها بار دیگر جسارت و مردانگی میخواهم و از پروردگار برای شهیدا جنت الفردوس، برای نزدیکانشان صبر جمیل را خواهانم و مطمئن باشد که ما و تمام این برادران و خواهران مهاجر در پهلوی شما هستند و خواهند بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.